خب آغاز شد. خب پس اگر بهره بردار هستید، اگر مشکلات حل نشدنی روی سیستمتون دارید و شما رو به شک انداخته که ریشه این مشکلات توی طراحی، یک سری مشکلات پنهان توی طراحی دارید، باز هم جای درستی است. امشب بهترین جایی که میتونستید باشید دقیقاً همینجاست، چون بهتون قراره یاد بدیم چطوری پیداشون بکنید. اگر به دانش و مهارت فنی طراح شرکت پیمانکاری که داره براتون کار انجام میده شک دارید، حالا ناظر هستید، مشاور هستید، قرار یه پروژه انجام بشه، شک دارید و میخواید مطمئن بشید، باز هم اینجا بهتون کمک میکنیم بتونید مطمئن بشید که آیا اون کارش رو داره درست انجام میده یا نه. ابزارهایی در اختیارتون قرار بدیم که بتونید به این هدف برسید. اگر مجبور به تغییراتی در سیستمتون شدید، حالا این بیشتر باز بحث بهره بردارها هست که حالا البته طراحا ممکنه در این شرایط قرار بگیرن، حالا مجبور تغییراتی میشید. مثلا شرکتایی هستن سیستم آروشون سالهای سال به خوبی کار کرده، ولی الان آنالیز آب خوراکشون احتمالاً تغییر کرده. هستن توی یکی از مثال‌ها و نمونه‌هایی که امشب در موردش بحث می‌کنیم همین سیستم هست که آنالیز آب خوراکش، منبع آب خوراکش، سورسش تغییر کرده. یا مثلا ممبرینی روی سیستمتون نصب بوده، یه مدلی بوده، یه برندی بوده، الان اون برنده دیگه در دسترس نیست، از دستش دادید و الان میخواید چیکار بکنید؟ میخواید جایگزین بکنید و نیاز به بازطراحی دارید. باز تو این وبینار به شما ابزارها و راهکارهایی میدیم که این کار رو بتونید به راحتی انجام بدید. اگر طراح هستید و با یک کارفرمای حرفه‌ای و آموزش دیده طرف شدید و نمیخواید جلوش در اصطلاح کم بیارید، نمیخواید اعتبارتون تحت تاثیر قرار بگیره و به خطر بیفته، باز هم اینجا دقیقاً همون جاییه که باید باشید امشب. و اما اگر قصد مهاجرت دارید و میخواید تخصص خودتون رو برای این صنعت ارتقا بدید و در سطح بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشید، باز اینجا جاییه که امشب باید حتما حضور داشته باشید. مثال براتون میزنم، نمونه‌اش هست، بهتون معرفی میکنم، ببینید و لذت ببرید. و اما امشب من در طی این وبینار که سعی میکنیم خیلی کوتاه، مختصر و مفید باشه، 4 تا ابزار بهتون معرفی میکنم، در اختیارتون قرار میدم این ابزارها رو و یک سورپرایز ویژه و دارم براتون در انتهای وبینار معرفی میکنم بهتون. و اما این ابزارها رو که من در طی حالا ارائه‌ام به شما معرفی میکنم، اینا رو دقیقاً میگم کجا کاربردش چیه، کجا باید استفاده بشه و در انتهای وبینار من لینکش رو بهتون میدم، لینکاشو همینجا توی چت شیر میکنم که شما بتونید دانلود کنید، ذخیره کنید، دسترسی بهش داشته باشید و ازش استفاده بکنید. پس موقع ارائه هر جایی که این آرم پی دی اف یا این رنگ قرمز ابزار اول، دوم، سوم دیدید، خیلی ذهنتون رو درگیرش نکنید، چون انتهای وبینار اینا در اختیارتون قرار میگیره. پس کل تمرکزتون روی داستان‌های این وبینار باشه. این وبینار کلاً 4 تا داستان داره و بیشتر نمی‌خوایم حوصله‌تون سر بره بحث‌های فنی خیلی پیچیده مطرح کنیم. می‌خوایم با داستان پیش بریم که هم لذت ببرید از ارائه، همین که یه چیزی یاد گرفته باشید. و اما سیستم اولی رو که ما می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم اینجا، یک سیستم RO ریوز هست. این سیستم RO ریوز مشخصاتش اینه که 3 مرحله طراحی شده یا 3 استیج. ظرفیت طراحیش 80 متر مکعب در ساعت بوده و برای ریکاوری 75% این سیستم طراحی شده. RO ریوز هم منظورمون اینه که قراره پساب تصفیه بکنه. خب ما گفتیم این سیستم 3 تا استیج هاشو روی این تصویر شما میبینید و اما استیج هاشو ما از روی هدر پرمییتی که اینجا وجود داره میتونیم تشخیص بدیم به این صورت. پس سیستمی که اینجا الان جلوی ما هست یک سیستم 3 استیج هست و اما این سیستم RO ریوزی که پساب برای کارخونه و آب مورد نیازش رو تامین بکنه، یک سری مشکلات براش پیش اومده. البته خب این داستان مربوط به قبله و مربوط به تقریبا 1 سال 2 سال پیشه. من دارم داستانش رو به شما میگم، مربوط به 2 سال پیشه، سال 402 این اتفاقات افتاده و این سیستم تولیدش روی 64 متر مکعب در ساعت بوده. خب ظرفیت تولید 80 متر طراحی بوده، 80 متر طراحی شده ولی 64 تا تولید کرده. افت فشار و افت تولید داشتن، ماهیانه مجبور شدن CIP انجام بدن که بتونن این افت فشار و افت تولید رو برطرف کنن. و اما این مشکل اصلی این سیستم نیست. مشکل حادی که اتفاق افتاده، 80 متر مکعب این سیستم ظرفیت تولیدش طراحیش بوده
نه اینکه 80 متر یعنی 100 خورده وارد شده، 75% باید ریکاوری میکرده که 80 تا تولید بکنه. به این صورت بوده. یعنی اگر شما 80 رو تقسیم بر 75 صدم بکنید، به عدد فیدش میرسید که چقدر فید ورودی داشته. و 64 متر مکعب یعنی کمتر از ظرفیت طراحیش این سیستم داشته تولید میکرده. و مشکل حادی که برای این سیستم پیش اومده، افت فشار شدید و افزایش EC در استیج سومش بوده. و این چیزی بوده، حالا با اون مشکلات قبلی که داشتن خیلی درگیر نبودن، ولی این مشکلات که پیش اومده خیلی حساسشون کرده و گفتن احتمالاً شرایط خیلی جدی‌تر از اون چیزیه که ما فکر می‌کردیم و باید یک شرایطی رو در نظر بگیریم، بررسی‌های انجام بدیم، ببینیم ریشه این مشکل کجاست. اما اقدامات بی‌نتیجه‌ای که برای برطرف کردن این مشکلات انجام دادن چی بوده؟ CIP اسیدی مکرر که برای به خصوص برای اینکه اون بحث افزایش کانداکت استیج سوم رو برطرف بکنن با افت فشارش رو، که خب حالا تا حدودی موفق بودن، میگم بهبود مختصری اتفاق افتاده ولی خب دائمی نبوده. بررسی کامل پیش تصفیه تعویض کارتریج فیلترها، اینا کارهایی بودی که انجام دادن، دائما انجام میدادن و در نهایت یه بهبود مختصری اتفاق افتاده، ولی نتیجه نهایی این بوده که مشکل همیشه برمیگشت. این صحبتی که خودشون میکرد و با این کارا صرفا فقط داشتن هزینه‌های عملیاتی خودشون رو بالا میبردن و مشکلشون برطرف نمیشد و دائما براشون سوال بود که چه اتفاقی داره اینجا میفته. تا اینکه با ما تماس گرفتن، با مجموعه دانشجویان تماس گرفتن و ما هم برای بازدید و قرارداد عیبیابی و اینکه مشکل سیستمشون رو بررسی بکنیم، بهشون بگیم، راهکار بهشون بدیم که بتونن برطرف کنن. این موضوع مربوط به 2 سال پیش هست و ما طبق بررسی که انجام دادیم، گفتم خدمتتون سیستم RO ریوز بود، 2 استیج، 3 استیج طراحی شده، 10 تا وسل 6 المان استیج اول، 5 تا استیج دوم و 3 تا استیج سوم، جمعاً 16 تا 18 تا وسل 6 المانه توی این سیستم و 108 تا المان توی این سیستم قرار داره. تایپ المانی که روی این سیستم نصب شده و ازش استفاده شده، المان‌های BWC XFR 434i هست که برند فینتک هستن و شرکت دوپانت داره این ممبران‌ها رو ارائه میده. دوستان همگی آشنایی دارن با این ممبران‌ها و این برند رو در کل با این تایپ از المان‌ها. و اما طبق بررسی‌هایی که ما روی اسناد سوالاتی که از اینا پرسیدیم و طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، یه سری سوالات برای ما پیش اومد و از خود این شرکت بهره بردارش و اون پیمانکاری که داشت بهره برداری می‌کرد این سیستم رو، نصاب رو نمیگم، پیمانکار بهره بردار، از اونها پرسیدیم و متن چتمون رو ما اینجا می‌بینید. بله، در واقع ممبرین های ضد فولینگ XFR یعنی اکسترا فولینگ رزिस्टنس و اون عدد 34 هم که انتهاش هست برای همین قضیه است. حالا من توضیحات اینا رو در ادامه بهتون میدم که داستانشون چیه و به چه صورت اتفاق افتاده، چالش‌های این ممبران ها چیه، در ادامه بهتون میگم. سوال اولی که ما ازشون پرسیدیم بود که آیا دلیل خاصی داشته که یک سیستمی که ریکاوری 75% رو قرار بوده انجام بده، با طراحی 3 استیج اومده دیزاین شده، یعنی اومده این 3 استیج براش در نظر گرفته طراح، دلیل خاصی داشته که اینا اشتباه ظاهرا متوجه شدن، چون ما گفتن یعنی ما ریکاوری رو اشتباه در نظر گرفتیم. گفتیم نه، شما باید به اسناد طراحی مراجعه کنید ببینید طراح چجوری توجیه کرده که این سیستم باید 3 استیج باشه. چون دوستانی که به دانش طراحی آشنایی دارن میدونن که برای ریکاوری 75% ما معمولاً 2 استیج رو دیزاین میکنیم مگر شرایط خاص. خب پس این سوالی بود که برای ما مطرح شد و اولین سوال پس میشه چرا این سیستم با ریکاوری 75% که برای اون ریکاوری دیزاین شده 3 مرحله طراحی شده. پس سوال اولمون این هست که چرا این سیستم با ریکاوری 75% 3 مرحله طراحی شده. خب برای من به عنوان یک کسی که طراحی رو کار کردم سوال بود. به همین خاطرم اومدم از اولین ابزاری که به شما معرفی میکنم و نرم افزار شبیه ساز هست که برای این سیستم نرم افزار ویو هست استفاده کردم. سیستم رو شبیه سازی کردم ببینم طراح چی کار کرده که اومده مثلا ریکاوری 75% دلیل خاصی داشته، به چه صورته. این یکی از مهمترین ابزارهای ما است، چه طراح باشیم، چه بهره بردار، چه ناظر پیمانکار. هر کدوم از اینها هستیم. آنالیزش رو در ادامه، البته معرفی فکر نمی‌کنم بشه، ولی خب حالا توی اسلایدها احتمالاً باشه. پسابش فقط TDSش رو بگم حدود تقریباً 1800 نزدیک 2000 بود، ولی خب پساب بود. فکر می‌کنم TDSش در همین حدود بود اگر خاطرم باشه درست. خب داستان اینه که ما از نرم افزار شبیه ساز، چه طراح باشیم، چه بهره بردار، چه ناظر حالا مشاور باشیم، به هر طریقی ما باید از این ابزارها استفاده کنیم.
چون ممبرین اینا از برند فینتک بود، منم از نرم افزار ویو استفاده کردم که برای حالا شما اگر با سیستم دیگری مواجه بودید که ممبریناش برند دیگری بود، خب قاعدتاً باید از ابزارهای دیگری استفاده بکنید که برای اونا معرفی شده. من لیست نرم افزارهایی که برای هر برندی میتونید استفاده بکنید رو به عنوان ابزار لینکش رو بهتون میدم، میتونید همش رو دانلود بکنید. هر برندی که ممبرانتون هست اونجا نوشته کدوم نرم افزار برای چه ممبرانی میتونید استفاده بکنید برای شبیه سازیش، همونو استفاده میتونید بکنید. خب من دیزاینی که با این نرم افزار انجام دادم برای این سیستم دقیقاً همین صورته. این محیط نرم افزار ویو هست، 3 استیج من اومدم این سیستم رو شبیه سازی کردم و در کمال تعجب من مشاهده کردم که این سیستم با این شرایط یک سری وارنینگ ها یا خطاهای طراحی توی ریپورت نرم افزار به من میده که لیستش رو اینجا میبینید دقیقاً و من آدرسش هم بهتون دادم. استیج 1 6 تا المنتش، ببینید اون دایره‌ای که اینجا به رنگ این قسمت، من نمیدونم میبینید موسو یا نه، اینجا روی استیج که به رنگ قرمز من با یه کادر قرمز مشخص کردم، همه اون ارورها روی استیج اول هست و اینور روی بخش زرد رنگی هم که کنارش هست سمت راستش المنت از 1 تا 6 اومده یک سری خطاها به ما اینجا معرفی کرده. نوع خطاهاش هست، وارنینگاش رو اینجا سمت چپ میبینید ابتدای ستون اول که حالا هر کدومش معنی متفاوتی داره و من دقیقاً براتون توضیح دادم. وقتی که میگه استیج 1 یعنی این 10 تا وسلی که تو استیج 1 هستن اینجا من مشخصشون کردم، این 10 تا وسل این خطا روشون هست. وقتی المان ها رو میگه 1 تا 6 یعنی این 6 تا المانی که توی این 10 تا وسل هستن، یعنی 60 تا از ممبران های این سیستم خطا دارن. خطاهاش مشخصه، هر کدومش معنی خاصی داره. در خلاصه کلام اگر بخوایم بگیم که این معنی این داستان چیه، یعنی اینکه بار اضافه‌ای روی این ممبران ها هست، یعنی کارکرد بیش از حد دارن، یعنی دارن بیش از توانشون، بیش از اون ظرفیت و توانی که برای این شرایط براشون تعریف شده دارن کار انجام میدن و این عملاً چیز جذابی نیست برای یک سیستم ROI که قرار کار بکنه که وارنینگ داشته باشه. و اما ریپورتی که این دوستمون از طراح گرفته بود و برای من فرستاد خیلی جالب بود و من دیدم که در کمال تعجب دیدم که ریپورت این دوستمون طراحیش خطا نداره و وارنینگش میبینی اینجا نوشته نام. من توی وارنینگ قبلی، ریپورت قبلی که خودم داشتم، شما وارنینگ ها رو کامل دیدید، ولی مال این دوستمون نوشته نام، یعنی خطایی وجود نداره. خب پس چطوریه که گزارش طراحی این شرکت خطا نداره ولی منی که همون شرایط رو دیزاین کردم و شبیه سازی کردم خطا میبینم روی گزارش نرم افزار؟ خب خیلی برای من سوال بود و من عملا تا جوابش رو پیدا نکنم هم آروم نخواهم نشست. طبق بررسی‌هایی که انجام دادم دیدم که یک پارامتر بسیار مهم، خطا دقیقاً در کدام قسمت ویو مشاهده میشه توی بخش ریپورت. وقتی نرم شبیه سازی کردید ریپورت رو زدید، توی اون قسمت خطاها رو بخش RO دیزاین وارنینگ خطاها رو شما اونجا میبینید و یه پارامتری ما داریم توی نرم افزار ویو به اسم پارامتر فلو فاکتور یا فولینگ فاکتور. من پیدا کردم در نهایت ریشه مشکل این سیستم کجاست و راز اون خطاهایی که توی ریپورت من بود و ریپورت ایشون نبود پارامتری بود به اسم فلو فاکتور که روی عدد 7 تنظیم شده بود. حالا داستان این پارامتر چیه رو من در ادامه براتون توضیح میدم به زبان بسیار ساده. خب من هم رفتم اون پارامتر رو تو نرم افزار خودم روی عدد 7 ست کردم. ببینید این پارامتر رو اینجا توی نرم افزار شما میتونید ستش بکنید. توی صفحه اولی که دارید، توی صفحه ROI که دارید شما دیزاین میکنید، اونجا نوشته فلو فاکتور رو عدد 7 ست میشه و برای هر کدوم از استیج ها هم جداگونه پایین میتونید. ولی خب شما اگه اون بالا این قسمت که به رنگ قرمز من مشخصش کردم 7 ست بکنید، هر ستاشو ست میکنه. پایینم ادجاستبل، میتونید شما برای هر استیج هم جداگونه ست بکنید. بله ما فلو فاکتور رو روی عدد 1 ست کردیم، ایشون روی 7 ست کرد، منم رفتم روی 7 ست کردم و در کمال تعجب که نه، در کمال ناباوری دیدم که بله خطاها داره برطرف میشه، من هم ریپورتم خطا نداره. و به نکته جالب رسیدم و این سوال پرسیدم از این دوستان. سوال دومی که مطرح کردم از همین پیمانکاری که بهره بردار این سیستم بود که
پرسیدم که چرا پارامتر فلو فاکتور رو روی عدد 7 تنظیم کردید؟ گفت که بعد چند روز، شاید 2 روز فکر می‌کنم 3 روز گذشت، پاسخ داد که از طراح سوال کردم، گفتن که می‌بینید متن پیاماشو من آوردم که دقیق با سند باهاتون صحبت کنم. گفت که از طراح سوال کردم، گفتن که چون ممبران ها 9 هستند فلو فاکتور روی 7 تنظیم میشه که متاسفانه اشتباه هست. سندش چیه؟ شما هم میتونید توی اینترنت در مورد این پارامتر بخونید، سرچ کنید، توی داکیومنت های نرم افزار شرکت فیلمتک نرم افزار رو ارائه داده هست، توی آموزش های ما هست، همه جا در موردش صحبت شده. راحت ترین حالتش هم که بخوام بهتون بگم همین ریپورت نرم افزار است. شما وقتی که فلو فاکتور رو ست میکنید، ماوس رو که روش ببرید، ماوس کامپیوترتون که روی این فلو فاکتور ببرید، یه کادری باز میشه اینجا. الان شما دقیقاً اینجا میبینید این قسمت که تمپریچر رو نوشته دیزاین سی، دقیقاً نگاه کنید یه کاد باز شده، این مربوط به اونه، داره توضیحات اون میده. نوشته یوز فلو فاکتور مساوی 1 for a new system. برای سیستم های قدیمی گفته روی 6 دهم یا پایینتر ست کن، برای اکثر سیستم ها هم روی 85 درصد. حالا داستان این پارامتر چیه؟ این پارامتر اصلا چرا تو نرم افزار هست؟ این پارامتر برای اینه که ما رفتار سیستممون رو وقتی که فولینگ روی ممبران ها هست بتونیم شبیه سازی کنیم. وقتی سیستم نوع دیزاین هنوز راه اندازی نشده، توی فاز طراحی هستیم، فولینگی روی ممبران ها نیست توی راه اندازی اولیه که ما بخوایم بیایم روی عدد 7 ست بکنیم. پس دقیقاً اینجا شما از خود دیتای نرم افزار میفهمید که حرف این دوست طراحمون که گفته بود ممبرین چون نوع ما رو 7 ست میکنیم عملاً حرف اشتباهیه. به داکیومنت ها هم سرچ هم بکنید میرسید به نتیجه. چیزی نیست که من بخوام در موردش حالا توضیح بدم، اثبات بکنم، یه چیز بدیهیه این داستان. و اینو گذاشته در نهایت توی نرم افزارها هست که ما بتونیم شبیه سازیمون رو با شرایط واقعی سیستم تطبیق بدیم، با بازی کردن با این که بتونیم مثلا اون فشار عملیاتی، کیفیتی که میگیریم و در نهایت شرایط عملیاتی سیستممون رو با نرم افزار تطبیق بدیم اگر فولینگ هست. و عدد فلو فاکتور 7 برای چه مواقعیه؟ برای مواقعی هست که شما فولینگ شدیدی رو ممبران ها هست، با CIP نتونستی برطرفش بکنی، فولینگ برگشت ناپذیر و عملاً 30% از توان تولید ممبران رو از دست دادی و مجبوری با فشار بالاتری کار بکنی. حالا اینو من نمیدونم یه باگ نرم افزار بگیم یا نه، وقتی شما اینو روی عددهای کمتری ست میکنی، اتفاقی که میفته یه سری خطاهایی که تو نرم افزار داری برطرف میشه، که حالا برای این دوستمون هم کلا برطرف شده بود و خیلی خوش به حالش شده بود. ولی خب در نهایت ما وقتی تو فاز طراحی هستیم، سیستم جدیدی رو می‌خوایم دیزاین کنیم یا حتی ممبرین نو می‌خوایم تو سیستم لود بکنیم، ممبرین‌های قدیمیمون رو می‌خوایم کنار بذاریم، جدید لود بکنیم، مثلا مدل عوض بکنیم، باید با فلو فاکتور 1 طراحی بکنیم. یا اگر تو فاز طراحی هستیم با پارامتر فلو فاکتور 1 پیش میریم، طراحیمون رو انجام میدیم. برای سایزینگ پمپ و برای شرایط عملیاتی که مثلا ممبرین هامون 5 سال کار کرد، اون انتهاش هم بتونیم تولیدمون رو، ظرفیت تولیدمون رو کامل داشته باشیم و برای سایزینگ پمپ میایم رو عدد 7 هم تست میکنیم، شرایط رو میبینیم، پمپ سایزینگ انجام میدیم. پس کاربردش اینه تو فاز طراحی اگر بخوایم رو عددهای پایین ست بکنیم، نه اینکه بیایم طراحیمون رو کلا دیفالت بر اساس عدد 7 پیش ببریم. دوستانی که تو دوره‌های ما شرکت کردن این موارد رو کاملا آگاهن، اونجا کامل یاد گرفتم. من در مورد اینا خیلی اصلا یک جلسه من فکر می‌کنم کامل در مورد این داستان صحبت کردم. و اما به نظر شما، من از شما سوال دارم. به نظر شما چرا طراح چنین خطای عجیبی رو مرتکب شده؟ آیا خواسته فریب بده و فریب مهندسی بده در اصطلاح و برای پنهان کردن خطای طراحی اومده از این ترفند استفاده کرده؟ آیا تسلط نداشته، صرفا یه اپراتور نرم افزار بوده، فقط یاد گرفته این نرم افزار اینجوری کار میکنه و اومده این عدد رو تغییر داده؟ انقدر با این دیتاها، چون دیدم بعضیا دانش طراحی ندارن، نرم افزار رو میذارن، مثلا خطایی اگر میبینن انقدر این دیتا رو بالا پایین میکنن بی هدف تا ببینن که این خطا برطرف میشه و نمیدونن عملا چطوری باید خطا رو برطرف کنن و اون تغییری که میدن در عمل توی شرایط عملیاتی چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. اینا رو متاسفانه نمیدونن. پس یا عدم تسلط داشته که اپراتور نرم افزار بوده و نه طراح واقعی و صاحب سبک. طراح صاحب سبک میدونه چطور باید کارش رو انجام بده. حالا من منظور این دوستمون رو متوجه نشدم که یعنی چی شرکت چقدر بزرگ بود.
شرکت منظورتون شرکت طراحی که از شرکت‌های بنام بود. تمام این 4 تا کیسی رو که من اینجا داستانی رو که براتون تعریف می‌کنم شرکت‌های بنام طراحیشون کردن. خیالتون راحت باشه. اسم متاسفانه نمیتونم ببرم، بار مسئولیت برای ما داره. ولی شرکت‌های بنامی بودن که طراحی کردن. و دلیل سومی هم وجود داره که این دوستمون اصلا کاملا بی اطلاع بوده از کاربرد این پارامتر در نرم افزار وب. اینم ممکنه باشه، حالا ما نمیتونیم بگیم حتما می‌خواسته فریب مهندسی بده. دوستان لطفا اسم نبرید. آره به این صورت. من حالا یه خاطره هم یادم اومد، یکی از دوستان قبلا توی حالا دایرکت اینستا به من پیام داده بود، گفته بود من یک بنده خدا کشف بزرگی کرده بود، گفته بود من فهمیدم این خطاهای طراحی رو اگر پارامتر STI رو تو نرم افزار رو عدد 1 قرار بدیم همه برطرف میشه. دکتر از این راهکار هم میتونیم استفاده بکنیم برای برطرف کردن خطا. بعد خب بنده خدا نمیدونه، حالا دانش نداره SCI 1 خب یعنی چی، یعنی مثلا تو واقعا خوراک SCI 1 داره که تو مثلا اون اومدی روی 1 ست کردی، نمیدونه، مثلا فکر کرده اینو مثلا اومد تغییر داده و دیدم خطا برطرف شده و تو خب خوبه خطا برطرف شده. هستن افرادی هم که اینجوری هست، اینجوری کار میکنن. و اما حالا بریم یه کالبد شکافی بکنیم، بریم داستان این مشکلی که این سیستم داشته چیه. یکی از دوستان میگن من با همشون کار کردم. خب خیلی خوبه که کار کردیم. متاسفانه این فیلم اینجا خیلی خوب لود نمیشه. ولی من میخواستم یه بحثی رو بهتون نشون بدم که وقتی که سیستمی ما اصلا چرا میگیم، اصلا چرا اولین سوالی که من از این دوستمون پرسیدم به عنوان طراح این بود که به عنوان اولین سوالی که برای من پیش اومد چرا این سیستم 3 استیج طراحی شده، چرا 2 استیج نبود. خب ریکاوریش که 75. خب برای ریکاوری 75 با این شرایط خیلی راحت میشد با 2 استیج هم طراحی کرد. دوستانی که تو دوره‌های آموزشی ما شرکت کردن، من دقیقاً همین کیس استادی رو توی جلسه 24 و 25 دوره جامع تسهیلات صنعتی بخش متخصص ویب، جلسه 24 25 من کاملا اثبات کردم طراحیش رو میشد با 2 استیج هم طراحی کرد. یه سری تغییرات باید میدادی و یه سری هوشمندی‌ها به خرج می‌دادی، خیلی راحت میشد. خب یه دلیلی که داره ما عدم بالانس هیدرولیکی رو دوست نداریم اتفاق بیفته توی سیستم ها، وقتی که شما سیستم رو 3 استیج طراحی می‌کنید از لحاظ عدم بالانس به یه مشکلی می‌خورید به اسم عدم بالانس هیدرولیکی. و معنیش چیه؟ معنیش دقیقاً همین چیزیه که تو این تصویر متاسفانه فیلماش لود نمیشه. دقیق شاید واضح برای شما پخش نشه. ولی بعضی از ممبران‌های شما به خصوص همین استیج اول مثل اسب با تمام توانشون به تاخت دارن میرن، یه ممبرین‌های دیگه که توی استیج سوم هستن تقریبا هیچ کاری انجام نمیدن، خیلی آروم آروم یواش یواش پیش میرن. و اتفاق بدی که میفته چیه؟ اتفاق بعدی که میفته کل بار عملیاتی تصفیه میفته روی استیج اول. و البته این معنیش این نیست که استیج اولمون ضربه میخوره و اتفاقا توی اکثر مواقع اون استیجی که کاری عملا روش انجام نمیشه بیشتر ضربه میخوره، همون استیج سومی که اینجا شما میبینیدش. و الان هم میبینید اون 2 تا تصویر در حال فعالیت هستن و این تصویر سوم که استیج سومه از پاش متوقف شده. من اینو عمدن قرار دادم که شما بفهمید که آسیب دقیقاً روی استیج سوم. پس اون اول که این دوستمون میگفت ما رو استیج سوم مشکل داریم دقیقاً داشت به همین داستان اشاره میکرد. این سیستم استیج سومش به مشکل خورده بود. دلیلش هم اینه که وقتی شما بار میفته روی استیج اولت و ریکاوری بالا داری انجام میدی، استیج سوم عملاً فید زیادی بهش نمیرسه، سرعت جریان روی ممبران ها میاد پایین و این سرعت جریان پایین به شدت مستعد اسکیلینگ رسوب میکنه این سیستمو. و دقیقاً هم همین بود که میگفت ما افت فشار داریم، ایسیمون رفته بالا. اینا 2 تا نشونه‌های اسکیلینگ هست توی سیستم و برای همین هم اسید شویی کرده بودن. تشخیصشون درست بود، اسکیلینگ داشتن روی اون سیستم. احتمالاً وسلا رو انتهایی رو باز کرده بودن، دیده بودن اسکیلینگ رو و رفته بودن انجام داده بودن. و این چیزی است که ما در نهایت بهش میگیم عدم بالانس هیدرولیکی. و اما سیستمی که از لحاظ هیدرولیکی درست بالانس شده باشه چجوری کار میکنه؟ تقریبا بار عملیاتی تصفیه به صورت یکسان، نمیگیم دقیقاً مساوی، ولی حالا با یه نسبت
معقولی روی همه استیج ها تقسیم میشه و همش نمیفته روی استیج اول که به یه صورت استیج اول رو داغون کنه و استیج سوم که عملا فلو توش افت میکنه و از اون طرف اونو به خاطر افت فلو داغون کنه، چون سرعت جریان رو ممبرین‌ها پایینه و مستعد اسکیلینگ هستن و تقلیز خیلی زیادی تو استیج سوم اتفاق بیفته. پس سیستمی که بالانس هیدرولیکی باشه عملا ممبرین‌هاش به این صورت بار عملیاتی تصفیه به صورت درست تقسیم میشه. و حالا اینجا در مواجهه با چنین شرایطی دو تا حالت پیش میاد، یا بهره برداری هست که توی این سیستم که آموزش دیده است و میدونه که میتونه بررسی بکنه مشکل سیستم رو حل بکنه، که خوشبختانه بهره بردارای این سیستم هم از این نوع بودن، آموزش دیده بودن و تا حدودی تونستن مدیریت بکنن داستان. حالا در ادامه بهتون میگم چیکار کردن. ولی خب یه روی دیگه‌اش چجوریه؟ یه بهره برداری هست که آموزش ندیده، نمیدونه، دانش طراحی رو شاید تا حدودی که اون قدری که نیازش هست بلد نیست، نمیتونه پیدا بکنه که ریشه بعضی از مشکلات توی طراحی هم میتونه باشه. فکر میکنه بهره برداریش مشکل داره، این میره تلاش میکنه عملا به نتیجه‌ای نمیرسه. ما اسم اینا رو میذاریم دوستان بهره بردار گرفتار که تعدادشون هم خیلی زیاده، توی مثال‌های بعدی براتون میگم میبینیدشون. و اما خوشبختانه گفتیم طراحای این سیستم، بهره بردارای این سیستم آموزش دیده بودن، اینا پیش خود ما آموزش دیده بودن و همین شیرهای درصدی رو که اینجا میبینید توی لاین‌های پرمییت تک تک استیج‌های این سیستم گذاشتن. دوستان مرحله که این 18 تا ممبران و مرحله 2 15 ممبران نداشته، مرحله که این 60 تا ممبران داشته، 10 تا پرشر وسل 6 المانه، مرحله دومش استیج دومش 5 تا پرشر وسل 6 المانه 30 تا و مرحله سومش هم 3 6 تا 18 تا. جمعاً 108 تا ممبران توی این سیستم استفاده شده. و اما برگردیم رو بحثمون. پس این دوستی که بهره بردار این سیستم است خوشبختانه آموزش دیده بود، اومد میدونست چطور باید مشکل سیستم رو تشخیص بده، درست هم تشخیص داد و همین شیرهای درصدی که میبینید توی هدر پرمییتش، لاینای پرمییت این سیستم نصب شده، دقیقاً به همین خاطر هست. اینا حالا توی بعضی از عکس‌ها روشون یه باکسایی گذاشتن، حالا برای محافظت بوده چی نمیدونم دقیقاً، ولی حالا یکیشون روی تصویر سمت راست برداشته شده، شیر درصدی رو می‌بینید. این دقیقاً روشی بوده که برای بالانس هیدرولیکی این سیستم، راهکاری بوده که برای بالانس هیدرولیکی این سیستم استفاده کرده و تونسته اون خطاهایی که توی طراحیش بود هم برطرف. ولی خب باز هم اون داستان اصلیه که چرا این سیستم 3 استیج دیزاین شده باز به قوت خودش باقیه. اینو که دیگه نمیتونن انجام بدن. به هر حال بهره بردار یه ابزاری داشته و اونم تفکری بوده به اسم تفکر طراح صاحب سبک. این ابزار رو داشته، یعنی تفکر یک طراح صاحب سبک رو داشته و دستاورد نهاییش چی بوده از این تفکر؟ این که مهار عدم بالانس هیدرولیکی رو انجام بده فقط با دانش و حداقل امکانات، یعنی فقط با همین حداقل امکانات. لازم نبوده سیستم رو بکوبه از اول بسازه، بیاد پایپینگ جدید بزنه، بیاد اصلا دیزاین رو تغییر بده، پمپ سایزینگ جدید انجام بده. هیچ کدوم از اینا لازم نبوده. اومده یه سری تغییرات توی لاین پرمییت انجام داده، توی مسیر پایپینگ پرمییت روی هدر شیرهایی رو نصب کرده، اومده با پی ال سی اون به اونا فرمان داده چقدر باز بشن، چقدر بسته بشن، کی باز بشن، کی چقدر بسته بشن و در نهایت تنظیم کرده و تونسته بالانس هیدرولیک رو انجام بده. من ابزار دومی که در اختیارتون قرار میدم دستورالعمل بررسی و اصلاح بالانس هیدرولیکی روی سیستم است. دقیقاً همین راهکاری که این دوستمون استفاده کرده رو به صورت فایل پی دی اف بهتون میدم. دستورالعملشه، بگیرید استفاده بکنید و اگر میتونید تشخیص بدید سیستمتون بهتون گفته چجوری تشخیص بدید آیا بالانس هیدرولیکی هست سیستمتون یا نیست. اگر نیست چجوری برطرفش بکنید. این چیزیه که دقیقاً ما داریم. و اما سوال سومی که من پیش اومد، البته از اینا نپرسیدم ولی خب به شما میگم، اینه که چرا از ممبرین BWC XFR 434i برای این سیستم استفاده شده، با اینکه خیلی وقته که ما نسل جدید ممبرین هایی داریم تحت عنوان و مدل فورتی لایف که شرکت فینتک معرفی کرده و برای سیستم های آر او ریوز مثل این سیستم استفاده شده، این سیستم هایی که قرار پساب تصفیه بکنن و شرایط عملیاتی، شرایط
سنگینی هست و میخوان ریکاوری های بالا انجام بدن. اگر از این ممبران استفاده میشه خب قطعا خیلی بهتر از اون بود. حالا اگر 15 سال پیش بود من قبول میکردم مثلا ممبرین BWC XFR 434 انتخاب خوبیه برای این سیستم. 15 سال پیش، یعنی تقریبا سال 89 90، سال مثلا 2010 2011 2012 اون موقع خوب بود. ولی نه دیگه، تو مثلا شما بیا این سیستم، من فکر میکنم سال، اگه اشتباه نکنم سال 2021 یا 22 راه اندازی شده، طراحی و راه اندازی شده، شاید هم بعدش. من سال 2023 این سیستم رو بازدید داشتم، فکر کنم همون 2023 هم راه اندازی شده بود، دقیقش رو نمیدونم. پس من به هیچ وجه برای من قابل قبول نیست. دوستانی که میگن تأمینش سخته، نه اتفاقا هم این ممبران ها هستن روی بیای من چند تا سیستم بهتون معرفی بکنم. البته اینجا عمومی نه، ممبرین های فورتیلاف هر برند هر مدلشو که میخواین موجود تو ایران هست، تو بازار هست. ممبرین هایی که فکرشو نمیکنید هم توی بازار هست. این دلیل نمیشه که این ممبرین نبوده و اینا اومدن XFR مثلا یه ممبرین نسل قدیم استفاده شدن که الان هم کاملا اصلا منسوخ شده. الان شما بخوای عوض کنید دوباره همین رو جایگزین کنید نیست تو بازار. پس سوال اینه که چرا از این ممبرین استفاده شده؟ اون دوستانی که تو دوره‌های ما شرکت کردن دیدن من اینو با ممبرین‌های فورتی لایف دیزاین کردم و گفتم و دیدن چقدر جذاب عمل کردش. و نه تنها برای این داستان، حالا من یه چیزی آماده کردم برای رهایی از این مشکلاتی که وجود داره. این ابزار سومیه که دوستان در اختیارتون قرار میدم من امشب. راهنمای مرجع انتخاب استراتژیک ممبرین‌های آرو صنعتی برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌ای که اگه بخواید انجام بدید بر پایه مثلا کاربردهایی که مد نظرتون هست. این ممبرین کجا، اپلیکیشنش کجاست، کجا میخواد کاربرد داشته باشه، چه اولویتی داره، حالا کیفیت براتون اولویت داره، آیا مثلا تولید براتون اولویت داره، آیا خوراکتون مستعد فولینگ شدیده، چیکار می‌خواید بکنید. و اینا دقیقاً این راهنما بر اساس ممبرین های موجود توی بازار ایران طراحی شده و این یکی از کاربردهاشه. و کاربرد دیگه‌اش، حالا این به درد طراحا بیشتر میخوره و کاربرد دیگه‌اش به درد اون بهره بردارایی میخوره که میخواد ممبرین عوض کنن. ممکنه شما مثلا الان همین شرکت بخواد ممبرین عوض بکنه، دیگه اون تایپ ممبرین گیرش نمیاد تو بازار، مجبور معادل سازی بکنه. خب این کار خیلی سختیه. ما اومدیم توی این راهنما مدل‌های ممبرین ها را هم قرار دادیم. مثلا جدولی که برای اینا دسته‌بندی شده است، مثلا این برای BW هست. اولا که ممبرین های BW از برندهای مختلف، نه تنها مثلا یک برندهایی که موجود تو بازارن. 4 تا برند رو ما بررسی کردیم: هایدروناتیکس، توری، فینتک و LG. حالا اونایی که بیشتر کاربرد دارن، نوعای اصلشون، حالا ما کاری با اون فیکا و تقلبی ها هم نداریم اینجا دوستان، در مورد اونها سوال نفرمایید، ما با اونها اصلا در مورد اونها اصلا صحبتی نداریم. علاوه بر این که حالا امتیاز بندیشون کردیم که مثلا این ممبران از لحاظ کیفیت بهتره و جمع امتیازات، وزن امتیازاتش به چه صورته. اومدیم نظر کاربرانی که استفاده کردن، نظر جمع کاربران، تعداد زیادی از کاربران، نظرسنجی هایی که شده در مورد عملکرد این ممبران، بهره برداری که استفاده کرده، جمع بندیشو نوشتیم اونجا به صورت توی ستون‌هایی نوشتیم و قرار دادیم. حالا صفحه سمت راست چی می‌بینید شما؟ جایگزین ممبران. مثلا این BWC 400 یا مثلا XFR 400 که الان دیگه XFR 434 هایی که نیست، معادلش از همون برند الان چیه؟ اگه بخوایم برند دیگری جایگزین کنیم معادلش چیه؟ اینجا توی جدول سمت راست شما می‌بینید و این هم برای BW وجود داره این جدول، هم برای SW وجود داره این جدول و هم این جدول استفاده میشه و هم برای سیستم های ریوز. ولی یه نکته‌ای که وجود داره این هست که من امشب توی فایلی که در اختیار شما قرار میدم بخش BW شو به دوستان شیر میکنم. اون دوستانی که توی دوره‌های ما شرکت کردن، توی دوره جامعه تصفیه صنعتی ما شرکت کردن، این راهنما رو من توی دوره براشون قرار میدم که بتونن ازش استفاده بکنن. و اما یک نکته بسیار مهمی که وجود داره، استفاده از این راهنما هم باز یک سری هوشمندی‌ها میخواد، یک سری محاسبات میخواد، چون ما نمیتونیم صرفاً بر اساس این که
ممبرین بی دبلیو این امتیاز رو میگیره قرار بدیم. یه سری پارامترهای بسیار مهم دیگر رو باید لحاظ بکنیم. مثلا اپلیکیشن چیه، سورس آب خوراک چیه، مثلا آب چاه، آب رودخونه است، این آب چه مشخصاتی داره. اپلیکیشن چیه، اون تولیدی که میشه آیا آب شیرین‌کن دریایی داریم، مثلا توی پالایشگاه قراره مثلا توی پتروشیمی پالایشگاه کنار مثلا ساحل خلیج فارس قرار استفاده بشه، قرار آب بویلر تولید کنه، قرار آب کولینگ تاور تولید کنه، قرار مثلا یا آب شرب تولید کنه. اپلیکیشن چیه، قرار پسابی رو تصفیه کنه، چی تولید کنه. و همه اینا وزبندی‌ها از لحاظ کیفیت و اینا متاسفانه باز لحاظ میشه و استفاده از اون رو توی شرایطی که مثلا شما بخواید استفاده دقیقی ازش بشه یه مقدار سخت میکنه. به همین خاطر ما اومدیم یه کار خیلی هوشمندانه انجام دادیم و اومدیم البته این بحث دانشجویان ای آر رو ما از تقریبا 1.5 سال پیش داریم، از تیر ماه سال گذشته داشتیم، به صورت خصوصی خودمون استفاده می‌کردیم ازش و من از تقریبا 3 سال پیش، همون اوایلی که چت جی پی تی به تازگی معرفی شده بود، من از هوش مصنوعی برای کارم استفاده می‌کردم و روز به روزم بیشتر دارم استفاده می‌کنم و از پارسال یک هوش مصنوعی اختصاصی برای خودمون طراحی کردیم که توی کارامون به ما کمک می‌کنه. و الان اومدیم یک مدل هوش مصنوعی طراحی کردیم که یک راهنمای هوشمنده که برای انتخاب استراتژیک ممبران RO به شما کمک میکنه و این در اختیار دوستانی قرار خواهد گرفت که توی دوره جامعه تصفیه‌یاب صنعتی شرکت کردن. دوستان اینجا هستن، حضور دارن. من این وعده رو بهشون میدم که به زودی اینو در اختیارشون قرار میدم که از این استفاده بکنن. ببینید بر پایه همون ابزارهای سیستم‌های چتی هست که خودتون میشناسید مثل چت جی پی تی، ولی اختصاصی، با دیتای اختصاصی ما ترین شده. ما بهش گفتیم چه جوری ممبرین انتخاب میکنه، دانش عمومی نیست. یعنی شما برید از چت جی پی تی همین الان بپرسید من میخوام ممبر انتخاب بکنم، چیزی که بهتون میگه خیلی پرتر از چیزیه که این ابزار هوش مصنوعی به شما خواهد داد. چون ما اینو آموزش دادیم، نیازها رو گفتیم، وزنها رو گفتیم که مثلا توی یک پالایشگاهی که میخواد آب بویلر تولید کنه وزن کیفیت چقدر باید باشه، وزن تولید چقدر باشه، وزن فولینگ چقدر باید باشه. نه ببین، چیزایی که شما اسم میبرید دوستان نیستن، اینا یه سیستم اختصاصیه که با دیتای خودمون ترین شده، با دیتای دقیق خودمون آموزشش دادیم و بهش گفتیم به چه صورت ممبرین باید انتخاب بشه، همون چیزی که خودمون انجام میدیم. اومدیم به اینم یاد دادیم. دقیقاً انگار من خودم نشستم میخوام ممبرین انتخاب بکنم برای سیستمی، از شما سوالاتی میپرسه، به شما پیشنهاداتی میده، در نهایت به شما 3 تا پیشنهاد میده و چالش‌های شما رو هم میگه اگه اینو انتخاب بکنی این چالش‌ها رو خواهی داشت، اگه اینو انتخاب بکنی حواست باید باشه مثلا توی طراحی اگر سیستم مثلا این ممبر انتخاب کردی توی پاس دومت حواست به این داستان باشه. دید نقادانه داره، یعنی خیلی موشکافانه میاد کار میکنه و دقیقاً بر اساس همون راهنمایی که شما دیدید و اون چیزی که خودمون، این راهنما رو هم خودمون جمع آوری کردیم بر اساس، حالا وقتی که خودمون گذاشتیم، اینا چیزایی نیست دوستان که توی اینترنت شما باشه یا تو کتاب رفرنسی باشه برید اونجا پیداش بکنید بخونیدش و ازش استفاده بکنید. اینا چیزای اختصاصی است که ما توی مجموعه دانشلاین داریم وقت میذاریم، تهیه میکنیم، با شما دوستان به اشتراک میذاریم که کار شما رو ساده تر بکنیم و استفاده از این ابزار خیلی شما رو توی انتخاب ممبرین راحت‌تر میکنه. حالا شما بهش میگید که من الان میخوام این تایپو داشتم میخوام جایگزین کنم، معادلاش چیه، یا اصلا سیستم جدید شرایط همینه، ازت سوال میپرسه، باش دقیقاً اینه یک انسان صحبت میکنه، بهش میگی شرایطم چیه، ازت سوال میپرسه، سوالاتشو پاسخ میدی، به جواب میده، دوباره سوال میپرسه، جواب میدی، در نهایت بهت میگه آقا اینو انتخاب کن، ولی حواست به اینا هم باشه. اگر دوست داشتی بازم ازش سوال بپرسی میپرسی و در نهایت بهت جواب میده. و این شرایط رو من وعده میدم به دوستان که توی بقیه بخش‌های سیستم هم در کل یکی از ایده‌هایی که دارم، حالا نمیدونم کی بتونم اجراش بکنم، ولی دوره جامعه تصفیه‌یاب صنعتی رو قطعاً میبرم به این سمت که اکثر بخش‌هاش با هوش مصنوعی انجام بشه و شما بتونید به این صورت. البته خب اون یه ورژن دیگری از دوره جامعه خواهد بود که احتمالاً سال آینده بخوایم روش کار بکنیم، برنامه امسالمون نخواهد و خیلی راحت میتونید بشینید باهاش صحبت بکنید و دقیقاً شما راهنمایی میکنه که ممبرین مناسب سیستمتون رو انتخاب بکنید. چه بخواید ممبرین تعویض بکنید اگر دارین روی سیستمتون، حالا مثلا ابسولید شده، منسوخ شده، تو بازار ایران دیگه گیر نمیاد، یا اینکه مثلا بخواید
ارتقا بدید، مثلا ممبرین داشتین راضی نبودید میگیم خب من الان کیفیت این خوب نیست، من میخوام کیفیت بهتر داشته، یا یه ممبرینی بگیرم که مثلا دیرتر CIP بخواد، یا اصلا یه مدل بهتر بگیرم، یا همون مدل رو پیدا بکنم، یا اصلا سیستم جدیده میخوام یه کار دیگه ای انجام بدم، مثلا میخوام برای سیستم جدید با توجه به شرایط انتخاب بکنم. توی همه این شرایط به شما کمک میکنه، اپلیکیشن از شما میپرسه و به همه دیتاهای سیستم دسترسی داره. و اما نکته بسیار مهمی، حالا دوستی پرسیدن اپلیکیشن، من متوجه نشدم منظورتون از اپلیکیشن، سوال پرسیدن، علامت سوال داره، من منظورتون رو متوجه نشدم، مثلا سوالتون رو البته نه الان ولی انتهای بحث واضح‌تر بپرسید بهتون پاسخ خواهم داد. و اما یه پیشنهاد بسیار مهم که دارم برای دوستانی که سیستم ریوز میخوان توی، یعنی تصفیه پساب میخوان توی مجموعهشون استفاده بکنن و الان تعدادشون داره زیاد میشه، من به این مجموعه هم پیشنهاد دادم و دوستانی هم که توی دوره جامع تصفیه صنعتی شرکت کردن، جلسه 26 دقیقاً همین سیستم رو من با CCRO دیزاین کردم. یک تکنولوژی بسیار مدرن‌تر هست و باز هم توی ایران وجود داره. توی ایران سیستم‌هایی هستن نصب شدن، هم خودش نصب شده هم ممبریناش هست که نصب شده. حالا بعضیا راضی نیستن، بعضی از شرکت‌ها، حالا اونا من نمیدونم چه شرکتی براشون دیزاین کرده، یا دیزاین درست بوده یا نه. این بحث که تکنولوژی جدید، تکنولوژی یه تکنولوژی بسیار مدرن و خوب و کاربردی برای سیستم‌های ریوز یه بحثه، اینکه آیا درست دیزاین شده باشه، درست اجرا شده باشه یه بحث دیگه است. بله، ممبرین های فورتی لایف توی سیستم های ریوز در ایران نصب شدن و در حال استفاده هستن. نه از الان، از چند سال پیش، از 4-5 سال پیش من میدونم، من از سال 1400 میدونم که این ممبرین ها توی ایران در حال بهره برداری بودن و از قبلش هم بودن، یعنی حالا اون شرکتی که بود مثلا شاید 2-3 سال پیشش راه اندازی شده بود و استفاده میکردن. 2-3 سال نه، شاید 1 سال پیش، دقیقش رو نمیدونم، این اعدادی که میگم الان حضور ذهن ندارم، ولی خب شما قبول کنید از من. و اما در مورد این تکنولوژی سیستم سیستم CCRO چجوری کار میکنه و اینا، من یک ویدیوی تقریبا 20-25 دقیقه‌ای آماده کردم از قبل توی کانال یوتیوب دانشلاین منتشر کردم، لینکش رو باز در انتها بهتون ارائه خواهم داد. ببین پیام ها به توصیه دوستان، به درخواست دوستان به صورت عمومی منتشر نمیشه. این پیامایی که شما میدید فقط من میبینم، شما پیامای منو میبینید، پیام خودتون هم میبینید، ولی دوستان دیگه ای که پیام میدن رو شما مشاهده نخواهید کرد اینجا. اینم به درخواست دوستانی بوده که دوست داشتن خصوصی باشه. البته سری قبل من این از دستم در رفته و توی فیلم وبینار پیام افتاده بود، شاید این دفعه هم یادم بره بتونید ببینید. SWC5 LD برای ریوز مناسب هست؟ نه، باید بررسی کنم، من الان حضور ذهن ندارم، ولی خب یه تایپ حالا تو جدولی که بهتون میدم دوستان این هست، شما خودتون میتونید اونجا برید ببینید، الان بهتر اینو پاسخ ندم. این لینک رو من بهتون در اختیارتون قرار میدم در انتها که بتونید ازش استفاده بکنید. و اما اگر این سیستمی که دیدید 3 استیج طراحی شده بود، اگر با ریوز طراحی میشد چه تفاوتی میکرد رو شما اینجا میبینید. ما با 90 تا ممبران، اونجا 108 تا بود، اینجا 90 تا، تقریبا 18 تا کمتر، به ریکاوری 88% میرسیدیم با یه استیج. و این سیستم اگر با CCRO طراحی میشد سالی 1 بار هم نیاز به CIP نداشت، خیلی بهتر کار میکرد، ریکاوری بالاتری هم انجام میداد. حالا بعضی از شرکت‌ها هستن میرن روی سیستم هایی که بر فرض مثال سیستم هایی که با یه RO 2 استیج نمیتونن به اون ریکاوری برسن، میان بعد از اون یه آروی دیگه هم قرار میدن که به ریکاوری های مثلا در حد 85-88% یا 90% برسن. شما با CCRO میتونی با یه آرو به اون ریکاوری برسی، خیلی راحت کاراتو انجام بدی اگر طراحی و دیزاین درستی باشه. این همین چیزی رو که شما الان میبینید ریپورت رو تو جلسه 26 دوره متخصص ویو، بخش هم دوره جامعه تصفیه صنعتی بخش متخصص ویو، دقیقاً همینو ما آموزشش رو دادیم و دوستانی که شرکت کردن میتونن مراجعه کنن، مشاهده بفرمایند و ازش استفاده بکنن. پس اینه. حالا من اینو به همین صورت، به صورت راف انجام دادم. اگر وقت میذاشتم روش، بیشتر روش کار میکردم، قطعا به ریکاوری بالاتر از 88 هم میتونستم برسم.
خب این کیس اولی بود که ما بررسی کردیم و اما بریم سراغ کیس دوم که خیلی از این کیس به نظر من جالب‌تره و نکات خیلی جذاب‌تری داره. یه سیستم آبشیرینگ‌های دریایی استبیلیو RO است. مشخصاتش رو اینجا شما می‌بینید. این سیستم طراحی یک مرحله داره. خب آبشیرینگ‌های دریایی یک استیج طراحی میشه، همه میدونن، چون ریکاوریش هم در حد 30 تا 35%. 22 تا وسل 6 المانه تو این سیستم استفاده شده و ظرفیت تولیدش هم بین 1500 تا 1600 متر مکعب در روز بوده. البته هر ترینش، این سیستم 4 تا ترین داشته، اینو دوستان در نظر بگیرید، میبینید در عکس‌های بعدی میبینیدشون. 4 تا ترین داره، هر کدومش 1500 تا 1600 تا در روز، یعنی تقریبا 6 7000 متر مکعب در روز میتونسته تولید کنه این سیستم، یعنی برای اون شرایط اومده طراحی شده و به این صورت. خب بریم ببینیم مشکلش چیه. من تقریبا 1 ماه پیش از این مجموعه بازدید داشتم. این سیستم جدید هست، یعنی تقریبا 1 ماه پیش من اینو بازدید کردم. داغ کیسش. وارد سوله، همون روز اول من وارد سوله شدم، اولین چیزی که توجه منو به خودش جذب کرد توی این سیستم، شما توی این عکس هم می‌بینید یه مورد غیر عادی وجود داره. نمیدونم دوستان میتونن تشخیص بدن؟ اگر این عکس رو نگاه بکنی یه مورد غیر عادی وجود داره. البته من دوستانی که از این استا احتمالاً ثبت نام کردن، من اونجا یه پستم در موردش گذاشتم که آره آفرین همتون هم واردین، بسیار عالی. این پمپ ها بهشون میگن پمپ های آی سیف، پمپ های انرژی ریکاوری هستن از برند دنفاس، یا حالا پرونانسیشن بریتیشش میشه، بعضیا بهش میگن فکر میکنم دانفوس میگن، ولی خب امریکانیش میشه دنفاس. حالا دانفوس میگن، نمیدونم کدومش. حالا دانفوس بریتیششه، ولی خب پرونانسیشن امریکانیش میشه دنفاس. پمپ ها از برند دنفاس هستن، پمپ های آی سیو اسمشونه و همونجور که میبینید روی اسکید RO اومده به صورت افقی طراح اینا رو نصب کرده و بهانه‌ش هم این بوده که ما فضا نداریم. حالا در مورد این صحبت میکنیم. خب پمپی که ورتیکاله و باید عمودی نصب بشه، وقتی شما میای به صورت هوریزونتال و یا افقی نصبش میکنی، نتیجهش هم همچین چیزی میشه که توی این تصویر میبینید. اینا دقیقاً اون پمپ هاست. متاسفانه این سیستم فقط یک ترینش راه اندازی شده و بعد از یک مدت این بوشا و اون شفت پمپ ها رو کاملا بهشون آسیب زده. شما دارید میبینید اون کوپلینگی که بینشون هست رو میشکنه و دقیقاً میبینید که چه اتفاقی میفته. حالا این فیلمو من امیدوارم باز با تأخیر پخش نشه، ولی یعنی بتونه پخش بشه، ولی باز من فکر میکنم این مقدار روی پخش فیلم مشکل داریم اینجا. میبینید که چه اتفاقی افتاده. خب وقتی که شما میای یک پمپی رو که به صورت طراحی شده که به صورت ورتیکال نصب بشه، هوریزونتال نصب میکنی، اتفاقی که میفته این شفت رو به صورت یک طرفه بار، یعنی اون سنگینی میفته روی یک طرفش و هم اون بوش و هم شفت رو آسیب میزنه و این اتفاق میفته و اینا هی پمپ خراب کردن، هی رفتن از اون ترین بغلیش پمپ باز کردن، نصب کردن دوباره اینجا که سیستم یکیش کار بکنه. کل اون 3 تا ترین رو پمپاشو فدای این کردن و به این صورت. و این یکی از مشکلاتی بود. این اولین چیزی بود که من وارد شدم اونجا دیدم. گفتم چرا اینا اینجوریه؟ گفتن که شما هم فهمیدیم، ما هم گفتیم، به این گفت که فضا نداشتیم اینجوری نصب کردیم. و اما این مشکل نصب پمپ ها در برابر مشکل اصلی سیستم یک شوخی بیش نیست. بریم مشکلات بعدیشو ببینیم، اونجا رو ببینیم چه اتفاقی افتاده. مشکلی که باعث شده ممبریناش اینجوری تلسکوپی بشه، برند ممبریناش LG دوستان، استبلیو LG، و چنین فولینگی با این شدت روی ممبرین ها تشکیل بشه، روی بعضی از ممبرین هاش و روی بعضی دیگه خیلی فجیعی تر اتفاق بیفته. شدت فولینگ رو الان روی این ممبرین ها میبینید، یه عکس واضح تر از شدت فولینگ از روی اون ممبرین، و روی بعضی از ممبریناش همونطور که گفتم خیلی فجیعی تر و فاجعه بارتر اتفاق بیفته. اصلا شما نگاه کن فید اسپیسر این
سیستم اصلا کیپه. این تصویر فید ممبرینی که باز کردیم این اسپیسرش، این محلیه که آب باید رد بشه. شما به نظر از این ممبرین آب رد میشه با این شرایط؟ اصلا میتونه جایی وجود داره آب رد بشه؟ نه اتفاقا پیش تصفیه هم داشته، همه چیز هم. تو آب شیرین کن دریایی وقتی ریکاوری 35%، شما 30 تا 35% این حجم از فولینگ رو نباید ببینید. این اگه سیستم برکیش بود ریکاوری 75 تو استیج 2، اونم المان انتهاییش، من قبول میکردم این چیزو ببینیم، میگفتم پیش تصفیهش خوب نبوده، این سیستم ریکاوری بالا انجام داده، آنتی اسکالانت خوبی استفاده احتمالاً نکردن، حالا هر دلیل دیگری این اتفاق افتاده. ولی آب شیرین کنه دریایی چرا باید همچین اتفاقی روش بیفته؟ چرا باید همچین ممبرینی رو ما توش بیرون بکشیم؟ افت فشار قطعا داشتن. من میشه همچین ممبرینی افت فشار نداشته باشه؟ اصلا خودتون دوستان خوشم میاد واردن سوالات قشنگی میپرسن. قطعا افت فشار داشتن. و اما بریم کالبد چکافی بکنیم ببینیم ریشه این که این ممبران ها به این صورت در میاد چیه توی این سیستم. ببینید دوستان، این های پرشر پمپ این سیستم از کنارش، اون دو تا پمپی که دیدیم اونا پمپای انرژی ریکاوری بود. آی سیو بالاه، یعنی این سیستم آب شیرین کننده دریایی 3 تا پمپ داره، یه پمپ های پرشر پمپ داره، 2 تا پمپ آی سیو داره که جریان ریجکت میاد کمک میکنه به خاطر اینکه انرژی ریکاوری بکنه، فشار رو یه مقدار کمک میکنه که فشار کل بار نیفته رو های پرشر پمپ. و یه روشی هست، حالا روش‌های مختلفی از بعضی از سیستم‌ها میان های پرشر پمپشون رو به صورتی قرار میدن که انرژی ریکاوری رو خود های پرشر پمپ، بعضی هم مثل این آی سیو دارن شرایط متفاوتی روش یعنی حالت‌های متفاوتی رو ما میتونیم ببینیم برای آب شیرین کنهای دریایی که انرژی ریکاوری انجام میدن. چون فشار بالاست از این شرایط استفاده میکنن که یک بخشی از انرژی رو که تو جریان ریجکت وجود داره بگیرن، بازیابی بکنن و به خوراک فشار وارد بکنن و فشار خوراک رو تا حدودی ببرن بالاتر. به این صورت خب دوستان، نکته‌ای که وجود داره این های پرشر پمپ این سیستم هست و من دوست دارم دقت بکنید. این پمپ همونجور که گفتم پمپ دنفاس هست و این مسیر ساکشنش هست که میبینید داره میاد و این مسیر دیسچارجش هست که میبینید داره میره و وارد لاین هدر خوراک این سیستم میشه. خب برای اینکه بهتر متوجه بشید داستان چیه تو این سیستم، این بالا هم که من یادم رفته بکشم، اینم مسیریه که پمپ‌های انرژی ریکاوری اون آی سیوا داره خوراک میده به این سیستم. این بالا که رنگش یه مقدار واضح تره، بقیه قسمت‌ها تیره شده، یه مقدار واضح تره اون بالا. 2 تا لاین داره که از 2 تا پمپ میاد اونجا وارد میشه. حالا تصویر شماتیکی خیلی بهتر و واضح‌تر میتونیم تشخیص بدیم چه اتفاقی روی این سیستم داره میفته. این دقیقاً چینش پرشر وسلاش هست و این هدر خوراکش هست که داره خوراک میده به این سیستم. های پرشر داره اینجا ورودی میده، پمپ‌های آی سیو دوتاش داره اون بالا ورودی میده. و به نظر شما این چینش، این طراحی چه مشکلی میتونه ایجاد بکنه توی این سیستم؟ این شرکت ادعا میکنه پمپ‌های آی سیو رو برده بالا گذاشته به خاطر اینکه فضا نداشته. ولی برام خیلی عجیبه و سواله که چرا شما اومدی این سیستم رو اولا 7 تا پرشر وسل رو اومدی توی 3 تا ردیف اومدی به صورت مالتی پورت به هم وصل کردی. دوستان پرشر وسل ها سینگل پورت داریم، مالتی پورت داریم. توی آب شیرین کنهای دریایی وقتی ظرفیت بالاست معمولا از مالتی پورت استفاده میکنن، ولی دیگه تهش 4 تا وسل رو میان 4 تا پرشر وسل رو به هم وصل میکنن، پورت میکنن، یعنی از یه هدر یه لاین ورودی میگیره به هم وصل میشه میره. نه اینکه شما بیای 7 تا رو هدر بکنی، حالا درست از دو طرف بهشون ورودی دادی ولی خب شما اصلا ورودی دادن توی این سیستم اشتباهه. شما اومدی از یه طرف ورودی دادی، ورودی خوراکت میاد از سمت راست داره میده، آی سیوات هم داره از سمت راست میده و این باعث میشه کل بار بیفته روی اون وسلایی که من اینجا، یعنی کل جریان، بیشتر جریان اکثرا بره روی همین وسلایی که شما اینجا دارید میبینید به رنگ آبی پررنگ و اون کم رنگ ها بار کمتری روشونه.
خب این چی میشه؟ این چه اتفاقی میفته وقتی که ما همچین سیستمی رو با این شرایط داریم میبینیم؟ همون اتفاقی میفته که شما دیدید. همون اتفاقی میفته که شما این ممبران هاشو به این صورت در میاره. اون تصویر ممبرین اولی که دیدید با اون شدت فولینگ، اون تصویر اول که رسوب گل مانند روش بود، مربوط میشه به این وسلایی که رنگ آبی داره سمت راست هستن، و اینی که دیدین اون سمت چپ و پایینیا بود. اونی که فید اسپیسرش کاملا مسدود شده بود مربوط به این سمت چپ و این پایینیا هست. و الان شما، من فکر میکنم خیلی راحت بتونید بفهمید دلیل این اتفاق توی این سیستم چی بوده. دلیلش عدم بالانس هیدرولیکی بوده داخل این سیستم. بالانس هیدرولیکی در این سیستم رعایت نشده. خیلی حرف شما توی یک آبشیرینگون دریایی این بالانس هیدرولیکی وقتی ما میگیم توی سیستم های 2 استیج و 3 استیج، مثلا استیج 1 و 2 بالانس نیست. نه اینکه شما یه آبشیرینگون بسازید تک استیج، بعد توی اونم به خاطر پایپینگ اشتباه نتونید بالانسش کنی. خب به این چه وضعی میشه؟ همین چیزی میشه که این دوستان میبینن. دوستانی که بهره بردار این سیستم بودن، واقعا من بهشون آفرین میگم که همچین سیستمی رو راهبری میکردن. به شدت مشکل داشتن توی این سیستم. به شدت دوستانی بودن که واقعا دوستانی بودن که من بهشون احترام میذارم. فکر میکنم حضورم دارن اینجا. فکر میکنم حضور دارن و من بهشون احترام میذارم، احترام ویژه‌ای براشون قائلم. تا اونجایی که از دستم برمی اومد راهنماییشون کردم که بتونم مشکلاتشون رو برطرف کنم، ولی مشکلات ریشه‌ایه توی این سیستم و متاسفانه ایرادات طراحی داره و به این راحتی‌ها نمیشه برطرفشون کرد. و دوست طراحمون ادعا میکرد که طراح این سیستم ادعا کرده بود که ما فضا نداشتیم. چی میشد شما به جای اینکه بیای 3 تا ردیف 7 بسله بچینی، 7 تا ردیف 3 بسله میچینی رو هم دیگه عمودی میرفتی بالا؟ شما از این کمتر فضا داشتی؟ بعد الان تصویر بعدیشو میذارم، فکر میکنم اینجا باشه تصویر بعدیش. آها اینجا. شما توی این قسمت عدم فضا میبینی. اگه وسلا رو عمودی میذاشتی مگه چه اتفاقی؟ بازم عدم فضا داشتی. اصلا کی به شما گفته؟ کجا دیده بودی شما بیای اینجوری سیستم رو طراحی بکنی؟ اصلا پایپینگش رو اینجوری بچینی، وسل‌ها رو به صورت مالتی پورت به هم وصل بکنی و افقی بچینی رو هم دیگه بری. خب مگه عمودی میچیدی؟ فضا نداشتی. و چرا باید همچین شرایطی پیش بیاد؟ چرا باید مثلا یه طراحی به خودش اجازه بده همچین سیستمی رو ران بکنه؟ و حالا تازه این مشکلات که الان توی این تصویر می‌بینید رو به این اضافه کنید. دقیقاً دوستان توی این تصویر سمت چپ می‌بینید این 4 تا ترین هست اینجا که این ترین دومی فعاله، ترین اولی هم همونجوری که می‌بینید هدر پرمیت هم حتی نداره، غیر فعاله. اون دو تا ترین هم پلاستیک روشون اصلا کلاً فعال نیستن. حالا این یکی سمت، یعنی اولی رو حالا قرار ظاهرا فعال هم بکنن. نه اتفاقا دوستان، یکی از دوستان حرف جالب زد، میگه بعد دوستان قد کوتاه طراحی کرد. نه دوستان اتفاقا اونجا دوستان اکثرا قد بلند هم بودن. قد کوتاه نبودن. یعنی مشکل اون نبود، البته شوخی بود، دلیل نمیشه، چون سیستمایی داریم که البته خب خیلی هم ارتفاع گرفتن مجاز نیستیم ما تو سیستما، یعنی 10 تا رو هم دیگه بچینیم مجاز نیستیم، ولی خب تا 7 تا میشه، تا زیر 10 تا میشه چیت رو هم دیگه رفت و اینا، مشکل نداره. و اما مشکلات دیگری که توی این سیستم ما دیدیم نبود سیستم فلاشینگ بود. آبشیرینگون دریایی شما خاموشش بکنی 30 ثانیه بعد تمام آبی که توی لاین و توی مسیر پرمییت هست رو مکش میکنه میبره به سمت خوراک، به خاطر اون فشار اسموزی که وجود داره و مسیر جریان رو معکوس میکنه و پدیده‌ای به اسم خلأ پرمییت به وجود میاره که حالا یه ایراد فنی، یک مشکل پنهان طراحی از توی سیستم‌های RO. حالا الان نمیخوام وارد بحث فنیش بشم، ولی نبود فلاشینگ توی این سیستم دقیقاً همون اتفاقیه که دیدین ممبرین هاش به چه صورت اومده. فلاشینگ نداره این سیستم فلاشینگ خیلی عجیبه یک آبشیرینگون دریایی فلاشینگ نداشته باشه. نه آنتی اسکالانت تزریق میشه توی این سیستم، تزریق میشه. الان شما میبینید دیگه اونجا تو تصویر، ببینید یکیش اون SPS که داره تزریق میشه، یکیش هم آنتی اسکالانت. اونجا هم تانکاش هست هم دوزینگ پمپاش هست.
نبود سیستم شستشوی شیمیایی CIP. یعنی واقعا به شما بگم اینا چجوری CIP میکردن خنده‌تون میگیره. 6 تا ممبرین جدا داشتن، یعنی علاوه بر ممبرینایی که تو سیستم بود 6 تا جدا داشتن و یه دستگاهی داشتن اونجا، یک دستگاه کوچیک 4 تا المان، 2 تا وسل 2 المانه کنار هم دیگه و یه پمپ و یه مخزن. 4 تا لود میکردن داخل این وسل ها و CIP میکردن. میگفتم ما روزی 6 تا ممبرین رو CIP میکنیم و هر روز داریم این کار رو انجام میدیم. یعنی 22 روز یک بار این سیستم داشت سیستم CIP میشد و بدونش برنامه، یعنی برنامه‌ای وجود نداشت که این سیستم باید CIP بشه، چون تانک CIP وجود نداره. حالا اون تانکی که اونجا میبینید توی تصویر قراره در آینده که انشالله اینا کارشون رو انجام بدن، هم سیستم فلاشینگ و CIP اونجا نصب بشه، قراره نصب بشه. حالا ببینیم نصب میشه یا نه. و خب خلاصه به این صورت دیگه، شرایط به این صورت. سیستم شستشوی شیمیایی CIP نداشتن، سیستم بکواش خودکار فیلترشنی نداشتن. من الان تصویر بعدی فیلمش رو بهتون نشون میدم چجوری فیلترشنی‌ها رو بکواش میکردن. درینی برای فیلترشنی وجود نداشت، برای رینز فیلترشنی وجود نداشت. شما دوستانی که بهره بردار هستن میدونن وقتی شما سیستم رو ران میکنی، فیلترشنی رو استارت میکنی یا بکواش میکنی، بعد از بکواش تا یک تایمی تقریبا 20 دقیقه‌ای اون کدورتی که تو خروجی بهت میده، تو آب خروجی ازش بالاست. شما حق نداری اونو وارد آرو بکنی، باید اونو درین بکنی و بعد وقتی که به شرایط نرمال برگشت اومد کدورت زیر نیم، حالا اجازه داری وارد آرو بکنی. خب اینو بنده خدا نمیدونستن اصلا همچین چیزی وجود داره. همونجور بکواش میکردن، سیستم استارتاپ میکردن. اصلا بعد از استارتاپ هم وقتی فیلترشنی خاموش ما استارتاپ میکنیم هم باز باید هم اتفاق بیفته، باید تا یه زمانی رینز بکنیم که کیفیتمون به صورت استیبل بشه، بعد بیایم به آرو خوراک بدیم. خب اینا نمیدونستن، بلافاصله استارت میکردن دوباره آرو میشه. من اینو نشونشون دادم، دقیقاً گفتم شما آرو رو خاموش کن، 20 دقیقه روشن کن. یه لاینی بود گفتم اینو باز کن، شما خروجی نمونه بگیر از سیستم، به آرو خوراک نده، نمونه بگیر و توی 20 دقیقه دقیقاً هر 5 دقیقه نمونه میگیره. بهش گفتم حالا بریم تست کنیم کدورتشون. دقیقاً بهش نشون دادم اولش از عددهای بالا حدود 7 8 کدورت 6 7 8 شروع میشد، میومد تا تهش مثلا به حدود تقریبا نیم 14 میرسید بعد از 20 دقیقه. چرا کارتریج فیلتراش هم شما اونجا میبینید دیگه، 2 تا تایپ کارتریج فیلتر داره، ولی خب باز هم جوابگو نیست. اونا کارتریج فیلتر نمیتونه، اون یه بحث سیفتیه دوستان. به کارتریج فیلتر توی سیستم RO فقط صرفا یه سیفتی نگاه کنید، نه یک پارت از پر تریتمنت سیستمتون. این نکته بسیار مهمیه که اکثر دوستان توی بهره برداری توی طراحی اشتباه میکنن. ما به هیچ وجه اجازه نداریم بار تصفیه رو بندازیم رو کارتریج فیلتر. یعنی حالا فیلترشنیمون رینز نداره پس کارتریج فیلتر جبران میکنه، نه، همچین اتفاقی نمیفته. به راحتی براتون رد میکنه میره رو RO و همچین اتفاقاتی که رو ممبرین های دیدین رقم میزنه. و 12 میلیون دلار طبق گفته همین مدیر این شرکت هزینه ساخت این 4 تا ترین آپشنینگ کن شده برای یک طراحی بسیار مزخرف و پر از خطاهای پنهان و برای نبود این همه چیز توی این سیستم. 12 میلیون دلار رقم خیلی بالاییه و واقعا آدم حیفش میاد سرمایه این کشور سرمایه این کشور اینجور داره هدر میره و صرف یه چیزایی میشه که واقعا آدم نمیدونه چی بگه. خب این فیلم فیلترشنیشو ببینید دوستان. اون بالای وسلشو باز میکنن، یعنی محفظه، یعنی شیر نداره، شیرهای اون 4 تا شیری که باید داشته باشه نداره، میرن محفظه رو باز میکنن، پمپ روشن میکنن، فیپ پمپ اینجوری خروجی میده. حالا فیلم خوب لود نمیشه ولی حالا یه چیزی ببینید دیگه. بنده خدا بهره بردارای این سیستم علاوه بر این که آلودگی ها داره از این خارج میشه، یه اتفاق دیگه که میفته، مدیا هم داره از این خارج میشه. یعنی پایین اون من بهشون نشون دادم، گفتم این چیزی که شما اینجا میبینی مدیاه، شما داری مدیا از دست میدی.
مدیات با این بکواشت میاد بیرون و میریزه اون پایین، جمع میشه. بعد اصلا مسیر حالا اون حوضچه‌هایی نداشتن که اینا بره بیرون، همونجا پایین میریخ، آب جمع میشد کف اون سوله کارخونه و همین اتفاق. و به این صورت واقعا آدم واقعا تعجب میکنه از چنین ابتکاراتی که توی طراحی اتفاق میفته. و اما تجهیزات برند بدون طراحی درست، پمپ‌های دنفاس، پرشر وسل‌های بل، وقتی شما استفاده می‌کنی طراحی درست نداشته باشه، هیچ وقت تجهیزات برند جبران طراحی رو نمی‌کنه. واقعا پمپ‌های بسیار عالی هستن، تجهیزات عالی استفاده شده بود اونجا، ولی طراحی وقتی درست نباشه هیچ چیزی درست کار نمی‌کنه. دقیقاً مثال واضحش مثل یه آدم ببخشید این صحبتو می‌کنم، مثل یه آدم بی‌ارزشی هست که شما بری لباس برند تنش بکنی، ساعت رولکس دستش بکنی، خب نه ارزش اونو میدونه، نه میتونه درست ازش استفاده بکنه، میزنه اونا رو هم خراب میکنه. پس یه سیستمی که دیزاین درستی نداشته باشه، تجهیزات برند استفاده بکنی، هیچ اتفاقی نمیفته. شما سرمایه‌ت رو هدر دادی. مثل همین اتفاقی که اینجا میفته، یکی یکی باید بری اون پمپ‌های آی سیو رو باز بکنی از بقیه، یه ترین‌های بیاری روی این ببندی، این بزنه بشکنه، ای ببند، ای همین روند ادامه داشته باشه. و این اتفاقیه که متاسفانه میفته. این دوستان، این کیس استادی که بهتون گفتم داغ مال 1 ماه پیشه. من 1 ماه پیش اونجا بودم، تو مرداد ماه، ببخشید تو شهریور ماه اونجا بودم. و حالا یه چیز جالبی بهتون بگم، وقتی هم که تفکر درستی نباشه، کسی نتونه این موضوع رو درست هندل بکنه، مدیریت بکنه، باز هم این نمیتونه درست بشه. یه چیزی من از این دوستان شنیدم که واقعا هنگ کردم. حالا اصطلاح قشنگی نبود به کار بردم، ببخشید، واقعا موندم که یعنی چی. مثلا گفتم ما میخوایم بیایم های پرشر پمپ، الان این تصویر سمت چپی که میبینید اینجا، این های پرشر پمپ این سیستم هست. گفتم ما میخوایم این های پرشر پمپ ها رو عوض بکنیم، بیایم از های پرشرهای ایرانی استفاده بکنیم. دوستان یه نکته بگم، تمام پمپ هایی که تو این سیستم بود، چیزی که برای من جالب بود، روشون درایور نصب بود. خیلی کم پیش میاد، یعنی کم پیش میاد روی همه پمپ ها درایور. یعنی خیلی کار قشنگیه که مثلا شما بیای هزینه بکنی، ولی خب دیزاین اگه درست باشه اون هزینه مفهوم پیدا میکنه. حالا میگفتم ما میخوایم بیایم های پرشر پمپ دنفاس رو عوض بکنیم و بیایم به جاش های پرشر ایرانی نصب بکنیم و از اون استفاده بکنیم که اون پمپ‌های انرژی ریکاوری از بالا حذف بکنیم، اونا خودشون سیستم ریکاوری رو خود پمپه. من چیزی نگفتم، ولی بعید میدونم اون پمپ‌ها با این شرایط باز هم بتونه کمکی بکنه و کاری از پیش ببره. و اما بریم دوستان سراغ کیس استادی سومی که بررسی می‌کنیم. این کیس استادی سوم کوتاهه دیگه، داریم به آخرای بحثمون نزدیک میشیم، یه جنبندی مهم داریم آخرش. این کیس تو پرانتز میگم، این کیس مشکل نداره، مشکل نداشته، یعنی البته داره، الان داره، نمیدونم برطرف کردن یا نه. این سیستمی بوده که طراحی و دیزاین خوبی داشته، انصافا خوبم اجرا شده. من 2 بار هم اونجا برای هم بازدیدم آموزش رفته بودم توی 2 سال متوالی و بهره بردارهای باسوادی داره، کاربلدن. باز هم من وقتی جایی میرم دوستان بهره بردارای باسواد میبینم، افرادی میبینم که به کارشون، به آموزش اهمیت میدن و دوست دارن کارشون رو خوب انجام بدن. من خیلی براشون احترام زیادی قائلم. این سیستم طراحی 2 مرحله داره، 16 تا وسل 6 المان استیج اولش که میبینید سمت چپ و 8 تا 6 المان هم استیج دوم. ظرفیت تولیدش 4000 متر مکعب در روز هست و ریکاوری 75% انجام میده. خب یه سیستم برکش واتر هست. و اما نکتهش چیه؟ این سیستم سالهای سال خوب کار کرده، مشکلی هم نداشته. منم رفته بودم یه سری تریکای صرفا بهره برداری بهشون گفتم. حالا یه سری نکات ریز وجود داشت ولی انصافا طراحیش مشکل خاصی توش به اون صورت نبود. یه سری نکات رو من بهشون گفتم بیشتر توی بهره برداری که بتونن رعایت کنن و کارشون رو بهبود بدن، صرفا در همین حد. و اینا مشکل خاصی نداشتن، بیشتر شرط بهره برداریشون یه مقدار
مشکل داشت که اونم مشکلات ریزی بود که با یه سری کارها و یه سری ابزارهایی که در اختیارشون گذاشتیم اینا حل می‌شد، که من بار دوم که رفته بودم دیدم خیلی از اون چیزا رو هم رعایت کردن، خیلی هم برای من خوشحال کننده بود. به همین خاطرم براشون احترام زیادی قائلم. فکر کنم بعضیاشون هم باشن اینجا دوستان بهره بردار این مجموعه. و اما چالشی که الان بهش برخوردن، این چالش البته این مربوط به پارساله، تغییر منبع آب خوراکشون بود. این سیستم سالا طراحی شده با آب چاه کار بکنه، سالا هم کار کرده بدون مشکل. بعد جدیدن یک سورس آب جدید بهشون دادن که آب دریای تصفیه. حالا دوستانی که تو صنعت هستن میدونن داستان بک‌گراند چیه، نمیخوام وارد داستان بشم، ولی خب آب خلیج فارس تصفیه شده، انتقال پیدا کرده به نقاط مرکزی ایران برای صنایع که استفاده بکنن. حالا یکی از مجموعه‌ای هم که آب بهشون رسیده و قرار شده استفاده بکنن این مجموعه بوده و اینا این سورس آب رو که وارد کردن، مشکلی که براشون پیش اومده افزایش افت فشار سریع در عرض یه نصف روز بعد از کار با آب جدید بوده. یعنی اومدن سورس آب رو عوض کردن، سیستم کار کرده، افت فشار شدیدن، مثلا افت فشارشون 20% خیلی زیاده برای یه نصف روز. 20% شما افزایش افت فشار رو سیستمت ببینی خیلی حرفه. اینو دیدن و به این صورت اتفاق افتاده. حالا من وارد جزئیات اون طرح که حالا چی از اسمش و به چه صورته و اینا، این منظورم این آب تصفیه شده دریاست که دارن میدن به صنایع، حالا وارد اون نمیشم، کاری هم نداریم. منتهای مراتب حالا نمیدونم الان چیکار کردن، اخیرا ازشون سوال کردم، گفتن که حالا یه شرکتی اومده یه سری پیشنهادات داده ولی هنوز اجرایی نشده و همچنان برگشتن با همون آب چاه دارن کار میکنن تا بدونن چیکار باید. و اما این اتفاق ممکنه برای هر شرکتی، هر مجموعه‌ای بیفته، دیر یا زود برای بعضی از شما دوستان هم اگر بهره بردار هستید ممکنه اتفاق بیفته که نیاز داشته باشین سورس آب خوراکتون رو عوض کنید. سیستماتون دیزاین شده مثلا برای یه سورسی و سورس عوض میشه، شما مجبوری یه کارایی انجام بدی. اینا 3 تا فاز داره این قضیه که ما باید درستش اینه که از فاز سوم شروع بکنیم، بازطراحی بکنیم و ارتقاء راهبردی بدیم سیستممون رو. یعنی بیایم برای شرایط کار دائمی با اون آب خوراک جدید سیستم رو بازطراحی بکنیم، ارتقا بدیم. اگه پرتریتمنتی باید اضافه بکنیم انجام بدیم، اگه ریدیزاین باید بشه سیستم آر شرایط عملیاتیش تغییر بکنه از قبل آماده باشه و انجام بدیم. اگر نمیتونیم، زمانش رو نداریم، باز هم میتونیم از فاز 2 استارت بزنیم و پایدار سازی بکنیم و بهره برداری موقت تا اون کار انجام بشه. و این هم باز یک سری راهکارها داره که میتونیم باز سیستم رو با استفاده از همین نرم افزاری بهتون گفتم و شرایطی که وجود داره، بررسی سیستم پیش تصفیه و اینا، این کارها رو انجام بدیم. دستورالعمل داریم برای همه این کارها که چطوری باید انجام بشن. و اگر مثل این دوستان شما نمیدونستید این اتفاق افتاد، اشتباهاً اومد این کار انجام دادید و این 20% افت فشار اتفاق افتاد، اینه که دیگه باید شما بیا از فاز اول شروع بکنید و مهار بحران و تشخیص فوری و اقدامات اصلاحی رو انجام بدید. این 3 راهیه که باید برای همچین شرایطی اگر شما بهش برخوردید بدونید که باید انجام بدید. پس ابزار 4می که من امشب در اختیارتون قرار میدم دقیقاً همین 3 فاز است. راهنمای عملی این 3 فاز تغییر آب سورس ورودی یک سیستم آر رو به صورت PDF انتهای وبینار لینکش رو بهتون میدم، دانلود بکنید استفاده بکنید. دقیقاً راهکار داره، دستورالعمل داره، الان چیکار بکن به صورت کلیتش رو بهتون میگه، حداقل بدونید از کجا باید استارت بزنید، چه مراحلی داره، چیکار باید انجام بدید. مثلا به خصوص بخش مدیریت بحرانش خیلی مهمه، یا اگر مثلا بخواید پایدار سازی بکنید سیستمتون رو که حالا موقت با این شرایط کار بکنید. خب اینو تو پرانتز بهتون گفتم، ولی برگردیم به اون 2 تا کیسی که داشتیم، بحث طراحی بود و مشکل داشتن آپشنینگ کنه دریایی و اون سیستم آروی ریوزی که دیدیم. به نظرتون دوستان ریشه اصلی این همه مشکلات و خطاهای پنهان در طراحی آرو کجاست؟ ما چه اتفاقی افتاده که سیستم‌هایی می‌بینیم که اجرا میشن، حالا این داکیومنتاشون بررسی میشه، طرحشون بررسی میشه، تایید میشه، بودجه میگیرن، میرن اجرا میکنن و خیلیاش حتی بنده خدا نمیفهمن که مشکلی که دارن مشکل طراحی این سیستم است. فکر میکنن آرو همینه، اینجوری باید کار بکنه. بله، یکی از دوستان درست اشاره کردن،
اینجا وظیفه‌ای که وجود داره ناظر پیمانکار هست که باید اینجا ناظر پیمانکار یا اگر مشاوری توی یک طرحی وجود داره، وظیفه اصلی این دوست هست که این شخص هست که همچین دوستانی هست که باید اینجا وقت بذارن و جلوی همچین اتفاقاتی رو بگیرن. حالا داستان چهارممون مربوط میشه به همچین کسی. یه خانمی هستن، ناظر پیمانکار هستن، ناظر پیمانکار آموزش دیده و ماهر، به دانش طراحی کاملا مسلط. و پیامش رو بخونید، برای من تقریبا فکر میکنم 2 ماه پیش بود فرستاد و به این صورت پیامش رو بخونید. گفتن که یک مشکلی رو میخوان در میون بذارن. گفتن ما یه طرحی اومده زیر دست ما که توی گزارش طراحیش من دیدم که طراح اومده گفته که برای برقراری بالانس عنصری توی خط آب خوراک ورودی به سیستم آرو بیاین سدیم تزریق بکنیم یا کلور مثلا برای بالانس تزریق بکنیم. حالا من نمیدونم، یک کیس استادی 2 تا سیستم بوده، یکیشو گفته سدیم، یکیشو گفته کلور باید تزریق بکنیم. حالا اینکه چه جوری مثلا این کارو مثلا این دوست ما میخواد انجام بده، سدیم منظور سدیم خالص هم بوده، چون حالا بریم طرحشو ببینیم. این خانم متاسفانه اجازه ندادن من حالا صداشون رو پخش بکنم اینجا، و اینا وایسشون رو براتون میفرستادم. کلا یه داستانی بود وایسی که چیزی. حالا از منم مشورت گرفتم، منم خدا وکیلی اولش موندم، گفتم شاید یه چیزی هست من نمیدونم. این دقیقاً بخشی از اون طرحی است که این فرستاده، نوشته‌های خود اون شرکت از فرستاده. موردی که مهم است براتون میخونم. از اضافه نمودن سدیم به میزان حالا چند پی پی ام در ورودی. نه ببینید، اضافه نمودن سدیم به میزان چند پی پی ام در ورودی، نگفته رزین سدیمی، اون داستان چیز دیگه است. مثلا ذهنتون رو به اون سمت نبرید. حالا بهتون میگم داستانش چیه. در ورودی است تا بالانس عنصری برقرار گردد و راندمان سیستم در بهینه ترین حالت ممکن باشد. خیلی دوست دارم یه همچین کسی جلوی من قرار بگیره، من بپرسم ازش منظورت از افزایش راندمان چرا مثلا با سدیم میخواد چه راندمان که میگی یعنی چی؟ اصلا این راندمان رو برای من تعریف کن. مثلا اگه سدیم تزریق تو ریکاوریت میره بالا، راندمان و ریکاوری میدونی، راندمان و مثلا مصرف کیفیت تولید میدونی، دبی پرمییت تولیدی میدونی، راندمان چیه اصلا اینجا؟ چی تو مثلا منظور الان توی این داکیومنتی که نوشته از راندمان چی بوده؟ خیلی دوست دارم همچین کسی جلو من قرار بگیره اینجوری ازش سوال بپرسم. برای افزایش راندمان به آب خوراک سدیم اضافه کنید. حالا بک‌گراند پشت این داستان چیه دوستان؟ ما یه بحثی داریم توی نرم افزارهای شبیه ساز، مثل نرم افزار ویو. محیطی که اینجا شما میبینید محیط نرم افزار ویو هست. یه بحثی داریم به اسم، اینجا توی این لینک زرد، توی این تصویر زرد سمت راست میبینیدش، اینجا با موس من دارم شرکت میکنم، نوشته چارج بالانس ادجاستمنت. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که وقتی شما آنالیز آب خوراک رو به نرم افزارهای شبیه ساز میدید، معمولا آنالیز رو میده آزمایشگاه براتون آنالیز میکنه دیگه. اینا از روش‌های مختلفی برای آنالیز تک تک عنصرها استفاده میکنن. تک تک مثلا می آنالیز میکنن، اینقدر مثلا سدیم داره، اینقدر کلور داره، اینقدر سولفات، اینقدر کربنات، اینقدر مثلا پتاسیم داره. حالا هر عنصری که اونجا هست تک تک میره براش اندازه‌گیری میکنه. خب قطعاً روش‌های اندازه‌گیری آزمایشگاهی یه مقدار خطا دارن. در حالت معمول و دیفالت کلاً این اتفاق نمیفته که حالا از لحاظ چارج یا بار الکتریکی اینا بالانس نباشن، یعنی آنیون ها با کاتیون ها نخونه، چون اینا عناصر مثلا NaCl در طبیعت Na مثبت شما خیلی باید بری تخلیصش بکنی، به صورت نمک وجود داره. NaCl با همه اینا وجود دارن با هم دیگه، شما نمیتونی یه جایی پیدا بکنی NaCl مثلا Naش بیشتر باشه نسبت به Cl یا همچین چیزی از لحاظ مثلا شارژ. در مورد مثلا بار الکتریکیشون صحبت می‌کنیم و توی آب هم که حل میشن به همین صورت دیگه. اینا به صورت
به صورت بالانس شده هستن. ولی وقتی آزمایشگاه اندازه‌گیری میکنه توی بعضی از عناصر ممکنه خطا داشته باشه دیگه، طبیعی خطا داشته باشه. به همین خاطر توی نرم افزارهای شبیه ساز یه بخشی داریم همین بالا تو بخش فید که برای همین قضیه است، ادجاستمنته، یعنی اون میاد بالانس میکنه. حالا با بالا پایین کردن یک سری اعدادی که شما وارد کردی میاد اینو بالانس میکنه، که چون نرم افزار میاد محاسبه انجام میده دیگه، برای اینکه محاسبات رو بتونه درست انجام بده و بر به مشکل و خطا نخوره و نرم افزار کرش نکنه در اصطلاح، باید اعداد دقیقی باشه، بعد این شارژ بالانس باشه. به همین خاطر اومدن اینو قرار دادن. حالا آپشن های مختلفی داره، میتونی adjust all ions رو بزنی و تمام یونها رو بالا پایین میکنی یه مقدار که بالانسش بکنه، و این تغییری که شما میدید در حد بگم 0% توی نتیجه نهایی کار شما و ریپورتی که نرم افزار به شما میده تاثیر داره. یعنی عملاً چیز خیلی معمول و پیش پا افتاده است. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که این طراح دوست عزیز طراحمون که این گزارش رو به این شرکت داده، این هست که مشکل اصلیش این هست که یک اقدام حالا اصلاحی توی نرم افزار با یک اقدام واقعی توی صنعت رو ندونسته. اومده از این ادسودیومی هست که اینجا داریم توی این کاد، اینجا از این استفاده کرده. خب شما همین آنالیز رو وارد کن، وقتی چارج بالانس نیست ادسودیوم رو بزن، یه مقدار چند پی پی ام سدیم میبره بالا، و اینو استفاده کرد، دیده مثلا چند پی پی ام سدیمش رفته بالا، بعد اومده تو ریپورتش هم نوشته خب پس ما برای اینکه بهینه باشه بعد اینو اضافه بکنیم، در صورتی که این اقدام اصلاحی صرفا برای اینه که نرم افزار اون اولا بیایم اون ارور و یا خطایی که توی آنالیز آزمایشگاه هست رو جبران بکنیم و نرم افزار خطا نده، نه یک اقدام صنعتی، نه بریم توی ورودی آب خوراک آر او سدیم تزریق بکنیم، سدیم خالص، اصلا چه جوری میخوای گیر بیاری، اصلا چه جوری میخوای تزریقش بکنی، واکنش گرمازا انفجاری، برید بخونید سدیم خالص اگه به آب اضافه کنید چی میشه، اینو تو اینترنت سرچ بکنید دستتون میاد داستان چیه. و اما حقیقت ترسناک چیه در مورد این داستانا؟ حقیقت ترسناک اینه یه همچین دوستانی با این سطح و با این بیسوادی فنی نشستن توی شرکت‌ها دارن برای شما طراحی انجام میدن و این طراحی‌ها واقعا طراحی‌های ایراددار و مشکلداریه که در نهایت نمیتونید شما بهشون اعتماد بکنید. و توی شرکت‌های مطرحی هم این ناظر پیمانکار شرکت بسیار بزرگی توی یکی از شرکت‌های و صنایع بزرگ کشور داره کار میکنه، و این همین شرکت طراح که طرح و داده شرکت بزرگ و مطرحی تو ایرانه، به قول خود همین خانومه که تصویر واقعیش البته اینجا نبود ولی اینجا دیدید، این ناظر پیمانکار، به قول این خانم ناظر پیمانکار، کلی هم اینا ادعا دارن ولی این سوتی رو این باگ رو توی طراحیشون لحاظ کردن و همین اتفاق افتاده و عملاً به این صورت پیش رفته. و یک دوستان مهمترین اسلایدی که من میتونم بگم توی این وبینار داریم، این حرف منه، این نکته است. یک سیستم RO با خطای پنهان در طراحی دقیقاً مثل یک انسان با بیماری ژنتیکی است. از روز اول بیمار ساخته شده و هرگز واقعا سالم کار نخواهد کرد برای شما. شما هی میرید دیدتون میره روی بهره برداری، هی میرید روی بهره برداری و میرید اونجا رو درست میکنید، ولی چون خطای طراحی داره و تمام و اکثر خطای طراحی هم پنهان هستن نمیتونید مشکل رو حل بکنید، متاسفانه. و این داستان بک‌گراند پشت این قضایا. و اما نقشه راه شما برای در امان ماندن از این شرایط چیه؟ اینو برای 3 گروه از دوستان میگم، چه دوستی که طراحه، چه دوستی که بهره برداره، چه تو شرکت طراحی کار میکنه، چه دوست بهره بردار، چه دوستی که ناظر پیمانکار است یا مشاور است توی چنین مجموعه‌ای. برای هر ستای این دوستان میگم. راهی که شما میتونید در امان بمونید از این قضایا مجهز شدن به یک تفکر به اسم تفکر طراح صاحب سبک. حالا این تفکر رو کجا گیر بیاریم؟ این تفکر رو شما میتونید توی دوره آموزش جامعه تصفیه‌یاب صنعتی دانشلاین گیر بیارید. اونجا شما یاد میگیرید این تفکر رو شما
یاد میگیرید. این خانم ناظر پیمانکاری که اینجا شما تصویرش رو میبینید و این باگ رو توی طراحی پیدا کرده بود، توی این دوره شرکت کرده، سال 401 شرکت کرده. این دوستی که مشکل اون آبشیرین کن اول که بالانس هیدرولیکی نبود، 3 استیج بود و گفتم که با استفاده از روش‌هایی مشکل رو برطرف کرد، باز هم این دوستان هم توی دقیقاً دوره جامعه تصفیه‌یاب صنعتی دانشلاین شرکت کردند و از این دوره استفاده کردن و مهارتشون رو افزایش دادن و تونستن همچین شرایطی رو رقم بزنن و باگ‌های سیستم رو پیدا بکنن. حالا اگر بهره بردار هستید، از سرزنش شدن به خاطر خطاهای طراحی خسته شدید، این دوره به شما قدرت تشخیص خطاهای طراحی رو میده، قدرتی که شما رو نوشتن براتون به مهره حیاتی و متخصص ریشه‌یاب مشکلات توی تیمتون تبدیل میکنه. مشابه اکثر دوستانی که اینجا تصویرشون رو میبینید، خیلی‌هاشون هم همین الان اینجا حضور دارن. بله الان نوشت منم هستم. دوستان نظر این دوستان رو میتونید از زبان خودشون توی وبسایت ما توی لینک دوره جامعه تصفیه‌یاب صنعتی که الان براتون اینجا به اشتراک میذارم مشاهده بکنید. انتهای وبینار ترجیح میدم چون الان لازم نیست ترک بکنید. تمام اینایی که دوستانی که اینجا میبینید اینجا نظرشون هست، اونجا میتونید شما برید مشاهده بکنید و صداشون رو بشنوید، از زبان خودشون تجربهشون رو بشنوید. حالا اگر طراح هستید مثل این دوستان طراحمون و از عدم تسلط فنی و ترس از به چالش کشیده شدن نگرانید توسط کارفرماهای آموزش دیده مثل این دوستانی که دیدیم، این دوره به شما اون کد تبدیل شدن به یک طراح صاحب سبک رو میده، کدی که باز هم شما رو به مهره حیاتی توی تیمتون تبدیل میکنه. این دوستان شرکت کردن، بعضی از دوستان الان مهاجرت کردن، خارج از کشور هستن، ولی خب قبلا که در ایران مشغول بودن تو این دوره شرکت کردن و توی مجموعه خودشون کاملا درخشیدن. بازم از زبان خودشون بشنوید نظراتشون رو. و اما اگر مدیر، کارفرما یا ناظر هستید، باز هم و از ریسک نابودی سرمایه‌تون نگرانید، اینکه اعتماد کورکورانه میکنید به طرح یک شرکت هایی، این دوره به شما اون ابزار رو میده که به چالش بکشید طراحا رو، ارزیابی بکنید طراحاشون رو و ببینید آیا واقعا درست طراحیشون، اگر مشکل و باگ طراحی داره بتونید تشخیصشون بدید. این دوستانی که عکساشون رو اینجا می‌بینید حتما صداشون توی صفحه پایین صفحه دوره جامعه تصفیه‌یاب صنعتی هست، حتما برید مراجعه بکنید، از زبان خودشون بشنوید. این دوستمون جناب آقای مهندس عباسی خاک هستن، تصویر سمت راستی، یکی از مدیران مطرح هستن. به قول خودشون توی وایس خودشون میگن بشنوید از زبان خودش که میگه چجوری وقت گذاشتم، چقدر برای من این مهارت، این که ابزارش رو داشته باشم، طرح‌ها رو بررسی بکنم، طرحی که قرار اجرا بکنه، روی طرح‌های پیمانکارا کامنت بذارم اهمیت داشت و این دوره رو شرکت کرد که دقیقاً به همین دستاورد برسه و رسید. از زبان خودش حتما بشنوید. یا حتی همین خانومی که تصویرش رو می‌بینید، همه اینا توی صفحه دوره هستن، با اسم خودشون ما منتشر کردیم، با صدای خودشون بشنوید، ببینید چی میگن و تجربهشون چی بوده از شرکت در دوره جامعه تصفیه‌یاب صنعتی، چه جوری تونستن به دستاورد برسن. دوستان یه چیزی میخوام بهتون معرفی بکنم و اون هم کتاب جدیدم هست که در حال چاپ هست. البته در حال چاپ نیست، یعنی در حال اقدام برای چاپش هستیم و این نقشه گنج کوچک رو برای شما نوشتیم، برای اون دوستانی که توی دوره شرکت میکنن که هم برای بهره برداری و هم برای طراحی و هم برای ایبیابی RO بهتون بسیار کمک میکنه. دوستان این کتاب هم به ورژن فارسی هم انگلیسی منتشر میشه. اینو گفتم که بدونید این کتاب ترجمه یک کتاب رفرنس قدیمی و یا حتی رفرنسی که به زبان انگلیسی بوده نیست. این کتاب تألیفه، مؤلفش هم خود بنده هستم و حاصل تجربیات سالهای من، حدود 15 سال من هست در زمینه صنعت غشایی و RO و پروژه‌های مختلفی که دیدم و صرفاً کتاب‌های حوصله سربر و این داستان‌هایی که من برم یه بخشی ترجمه ناقصی بکنم که خودم هم نفهمیده باشم نیست.
متاسفانه الان با توجه به شرایطی که AI یا هوش مصنوعی پیش آورده، دیدم خیلی از دوستان، البته جسارت نباشه به همه دوستان منظورم نیست، کتابای خوبی هم منتشر شده، ولی اکثر دوستان دیدم اومدن کتاب‌هایی رو منتشر کردن. حالا به دست منم میرسه کتابای بعضی از این دوستان، دیدم بعضیاشون رو، واقعا ترجمه‌های ناقص، طرف خودش اصلا نفهمیده اون داستان رو، اون مبحث اون کتاب انگلیسی رو، اومده اونو ترجمه کرده، حالا داده AI عملا کارو خیلی راحت کرده، همه میتونن کتاب داشته باشن. منتها وقتی که یک ابزاری به اسم نوتبوک LM اومده، این ابزار رو دوستان حتما در موردش سرچ بکنید، من اسمش اینجا براتون می‌نویسم، مال گوگله. خب اینو از من داشته باشید، notebookLM.google.com یا آدرس وبسایتش هست. با اکانت گوگلتون میتونید شما وارد بشید و شما داکیومنت هایی که دارید، کتابای رفرنسی رو که دارید تنظیمش میکنید به زبان فارسی. کتاب، هر کتاب، اصلا تمام کتابای آروی رفرنسی رو که دارید PDF بهش بدید، یه وبسایتی رو دارید بهش بدید، اصلا هر چی که دارید بهش بدید، ازش سوال بپرسید به فارسی بهتون با هوش مصنوعی از تمام اون کتابا میره سرچ میکنه، به فارسی بهتون جواب میده، خلاصه بهتون میده، براتون اصلا پادکست تولید میکنه. وقتی همچین ابزاری اومده دیگه معنی نداره ما بلند شیم بریم یه کتاب رفرنس انگلیسی رو ترجمه کنیم به فارسی، اونم یه ترجمه‌ای که خودمونم نفهمیده باشیم داستانش چیه. جسارت به همه دوستان نباشه، کتابای خوبی هم منتشر شده، ولی اکثر کتابایی که من دیدم متاسفانه این مشکلات رو دارن. اینه که من این کتاب رو خودم اومدم تألیف کردم از تجربیات خودم، اون چیزهایی که تو دوره، البته اینو بگم که جایگزین دوره‌های آموزشی ما نمیشه، بلکه مکمل اون دوره‌های آموزشی هست. شاید اگر به تنهایی تأمینش بکنید 20 تا 30% براتون کاربرد داشته باشه، ولی اگر بخواید از تمام پتانسیلش استفاده بکنید در کنار دوره به شدت به شما کمک میکنه. دستورالعمل‌های خلاصه شده، روش‌های اجرایی که داریم، ابزارهایی که داریم، این که مثلا چجوری یه کاری رو انجام بدیم، استپ بای استپ، SOP هایی اگر قراره داشته باشیم یا تکنیکال گاید هایی که اگر قراره داشته باشیم، همه اینا رو ما اینجا میاریم و من سعی کردم اینو به صورت داستانی پیش ببرم. داستان یک شخصی که اول شخص هست میخواد بره توی یک مجموعه ای. اسم کتاب رو عمدن ننوشتم چون هنوز مجوزهاش گرفته نشده، به خاطر اینکه حالا اجازه ندارم و درست هم نیست که الان اینو در موردش بحثشو اسمشو بنویسم، ولی به زودی منتشر میشه. قولی که میدم و میخوام خودم رو متعهد بکنم، این کتاب رو خیلی وقت شروع کردم ولی به خاطر اینکه تعهدی نداشتم شاید یه مقدار سهل‌انگاری کردم، ولی چون دیدم شرایط داره به گونه‌ای پیش میره که حالا نمیخوام در موردش صحبت بکنم، ترجیح دادم خیلی سریعتر این کار رو انجام بدم و کتابی رو چاپ بکنم که در خور باشه و رفرنسی باشه برای همه اون دوستانی که چه طراح هستن، چه بردار هستن، چه ناظر پیمانکار هستن در زمین سیستم‌های آرو و چه اون دوستانی که تو دوره‌های ما شرکت کردن، بهشون کمک بکنه کارشون رو بهتر انجام بدن، کارش استفاده از دوره رو در کل براشون راحت‌تر بکنه. و کتابی که پر از فرمول‌های حوصله سربر و متن‌های طولانی نیست، کتابی است که از خوندنش، از برگ زدنش هم حتی من بهتون قول میدم لذت میبرید. این وعده رو حتما بهتون میدم و خودم بی‌صبرانه خودم لذت میبرم از این کتابی که قرار چاپ بشه و بی‌صبرانه منتظرم چاپ بشه و اینو با شما دوستانم به اشتراک بذارم. خواهش میکنم دوستان، ظاهرا سوالی هم دیگه نیست. خیلی خوشحال شدم که تو این وبینار شرکت کردین و واقعا برای من خوشحال کننده است که ظرفیت این وبینارمون تقریبا 500 نفر بود، من دیدم که کامل پر شد. خیلی عالی بود، 500 نفر همزمان برای یک دوره تخصصی بیان آموزش ببینن و تقریبا همین الانی که داریم صحبت میکنیم حدود 400 نفر آنلاین داریم، یعنی تا انتهای وبینار 2 ساعت کامل 400 نفر بمونن گوش بدن وبینار، خیلی حرفه. خیلی خوشحال کننده بود برای منم لذت بردم که اینجا دوستان قدیمی رو دیدم، دوستانی که قبلا تو دوره‌های ما شرکت کردن، خیلی برای من خوشحال کننده بود. امیدوارم لذت برده باشی از این وبینار. وبینارهای دیگری خواهیم داشت، ابزارهای AI رو بهتون قطعا معرفی خواهم کرد به زودی، چجوری ازشون استفاده بکنید برای اینکه کارتون رو سریعتر پیش ببرید.
یکی از مهمترین کارهای ما توی بحث AI این هست که سرعت کارمون رو ببریم بالاتر. بهتون یاد میدم، وبینار براتون برگزار میکنم، اصلا شاید دوره جدیدی هم براش گذاشتیم. ولی یک سری ابزارها رو با دوستانی که تو دوره‌های ما شرکت میکنن هم به اشتراک میذاریم، ابزارهای AI رو، مثل همین انتخاب ممبران یا بحث‌های دیگه. خب امیدوارم لذت برده باشین. تا وبینار بعدی، خدا نگهدار.